بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این قسمتم یه خورده مفصله و من مجبورم سریعتر صحبت بکنم، کمتر توضیح بدم در بعضی از موارد. خواهش میکنم بیشتر دقت بفرمایید شما عزیزان تا مطلب جا بیفته و بحثی بسیار بسیار مهم و عکس ها و فیلم هایی داره. یک سری موارد هم هستش که من سعی میکنم در خلال این صحبت ها اونا رو هم برای شما عزیزان حل بکنم. خدمت شما عرض بکنم که قربانی کردن تاریخش جدید نیست. شما فکر نکنید ما الان 1 سال 2 ساله. تاریخ بشریت مملو از قربانی است. شما در فیلم های مختلفی که همین هالیوود ساخته، مثلا فیلم آپوکالیپتو نشون میده که سرخپوست ها دارن قربانیانی برای خدای خورشید به اسم کوکلکان دارن انجام میدن. مهم این خورشیده که داره قربانی میگیره. ببینید عزیزان، بررسی‌های تاریخی نشون میده که از زمانی که خورشید پرستی در میان اقوام بوده، قربانی کردن بوده. انسان‌ها در برهه‌ای خورشید میپرستیدن. با آمدن ادیان الهی خورشید پرستی کلاً ملغا شد، جمع شد. اصلا اجازه نداد دیگه حضرت حق. در ایران قبل از آیین زرتشتی ما میترائیست بودیم، ما مهرپرست بودیم، ما هم خورشید پرست بودیم. در میان رودان، در سرزمین میان رودان یا در میان بابلی ها و کلدانی ها بعل پرستیده میشد. اون هم یعنی خورشید دوباره. در میان مصری ها را پرستیده میشد، باز هم یعنی خورشید. در مصری ها اول را پرستیده شد یعنی خورشید، بعدش پسرش اوسیریس پرستیده شد، باز هم خدای خورشید بود که پس از مرگش تبدیل شد به خدای حاصلخیزی و بعد از اون پسرش هروس پرستیده شد که نماد شیطان میدونیم، که با شکل سر عقاب نشون میدادن. را رو هم به شکل سر عقاب نشون میدادن. اصلا هر چیزی که نماد خورشید بود رو به اون به قولی تناسب برقرار میکردن بینون. به عنوان مثال خدمت شما عرض بکنم که در میان مصری ها میگفتن خدای خورشید از داخل تخم مرغی زاده شد برای اولین بار. برای چی تخم مرغ میگفت؟ برای اینکه زرده تخم مرغ شبیه خورشید بود. برای چی میگفتن شبیه عقاب یا شاهینه؟ برای اینکه میدیدن موقعی که خورشید طلوع میکنه شاهین در افق به قولی طلایی شرق داره میدرخشه و میاد جلو. شاهین یا عقاب. میگفتن ببین این همون خورشیده. این ملعون آلیستر کرولی فرمانی رو از ابلیس میگیره. اینجا نگاه بکنید چی میگه. یه خورده برای شما عزیزان دردناکه، میدونم ناراحت میشید، اما چه کنم، باید خونده بشه. میگه با سر قوش مانندم. ابلیس پس شد خدای خورشید، به شکل عقاب یا قوش نشونش میدادن. شاهین، قوش. با سر قوش مانندم به چشمهای عیسی که بر صلیب آویخته است نوک میزنم. بالهایم را به صورت محمد میزنم و کورش میکنم. بگذار مریم بر روی چرخها تکه تکه شود. بگذار به خاطر وی، یعنی به خاطر مریم، تمام زنان عفیف در میان شما کاملا حقیر پنداشته شود. میگه هر که عفیفه در میان شما آدم حقیری باشه. اینها چجوری بگیم، اسلوب و روشی است که آلیستر کرولی مشخص کرد، دونه دونش پیریزی شد. میگه مستقیم اینا رو از ابلیس گرفتم، از طریق کی؟ آیواس. خدمت شما عرض بکنم موارد دیگری هست. حالا به خدمت شما میرسیم و میبینید که ای داد بیداد اتفاقاتی در قرن 20 رقم زده شد، در قرن 21 از داخل این کتاب. دونه دونه آیه‌شو رو براتون میخونم، از رو شما ببینید این اتفاق افتاد یا نه. من جمله حالا شما میفهمی اون 9 ماهایی که اول گفتم برایم خون بریز، چرا این 9 ماه قبلش بوده. طبق فرمان ابلیس داشت خون ریخته میشد بر روی زمین. دقت کردید اول کینه خودش رو نسبت به مسیحیان نشان داد با توهین به حضرت مسیح. گفت با سر قوش مانندم به چشم‌های عیسی چیکار میکنم؟ نوک میزنم. جان بر چشم. خدمت شما عرض بکنم که و بعد با توهین به حضرت رسول به چی نشون داد کینه خودش رو نسبت به مسلمانان. شما میبینید که این اتفاق افتاد در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم. کیا اول مردن؟ مسیحی‌ها. الان اومدن سراغ مسلمان‌ها. عین همین اتفاق داره. من میگم اگر این درست حساب آنالیز بشه ما تا برنامه اینا کاملا دستمونه. کما اینکه من به شما میگم اینا چیکار خواهند کرد. به سادگی، چیز خاصی نیستش. فرمول رفتار اینا کشف شده است. و عرضم کردم خب نه 50-60% ماجرا رو گفتم دست گذاشتن رو این بخش. استراتژی اغوا، رو دل، رو ذهن، رو مخ، رو اینا کار خواهند کرد. در میان ایران با آمدن حضرت زرتشت
خدایان عوض شدن. خدایان کهن این مرز و بوم دیو نام داشتند. ما به خدا میگفتیم دیو. هنوز که هنوزه در اروپا کلمه دئو یا تئو از گذشته آریایی خودشون وام گرفتن. دیو یعنی خدا. خدایان دو دسته بودن، دیوها و آسوراها. سین به ه تبدیل میشه در زبان اوستایی، مثل هند که شد سند یا سند که شد هند. تی اچ ث این تلفظ، بعضیا ت خوندن، بعضیا ه خوندن، بعضیا س خوندن. خدمت شما عرض بکنم که بزرگ دیوها اسمش ایندیرا نام داشت. ایندیرا هنوز که هنوز الان توی هندوستان میگن ایندیرا گاندی، مونده در میان اونها. کلمه مازندران که بعضیا به غلط اون رو میگن ماز یعنی زنبور، اندر آن زنبور تو اونجاست. این غلط، این شبیه به جوک این ماجرا به لحاظ زبان شناسی اصلا اشتباه محض. مازندران یعنی ماز ایندیرا آن، جایگاه دیو بزرگ. حالا میفهمید جناب رستم چرا خان هفتم خودش رو به کجا میره؟ مازندران. رستم به جنگ با شیطان رفت. فهمیدید چقدر زیباست شاهنامه؟ رستم به جنگ با نفس رفته، داره جهاد اکبر انجام میده. جهاد اصغر اینو بریم شمشیر بزنیم، مردی با نفست در بیفت. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند. حالا میفهمیم مرحوم بهار چرا تلمیح کرده به این مسئله. حضرت زرتشت آمد، کتاب کریستیانسن و جانناس رو بخونید، تو اونجا قشنگ سند آورده. میگه حضرت زرتشت برگشت به اینها گفت شما را چه شده است؟ اهورا خدای یکتا را رها کرده اید و ارواح خبیثه را میپرستید. یعنی قبل از اهورا ارواح خبیثه را ما میپرستیدیم. نگاه تاریخ شناسی، جامعه شناسی به این مسئله اینه که میگن هر دینی باب میشد، دین بعدی خودش، دین قبلی خودش رو میگفت خدایانش چی بودن؟ شیاطین بودن. اینطوری میگفتش که شما میبینید اینطور مسئله حتما و خیلی ساری و جاری نیستش. مثلا ما که مسیحیت اومد نگفت یهوه شیطان بوده، اسلام اومد نگفت خدای مسیحی یا شیطانه، همچین چیزی نبود. در حالی که گفتیم نه، این اسما فرق میکنه. همون گفتم یهوه اصلا اسمش جالبه. شما نمیدونم فیلم مصائب مسیحی که مل گیبسون ساخته رو دیدید یا نه؟ به زبان آرامیه، به زبان اصلی. اصلا حضرت مسیح گاد و اینجور چیزا نمیگه، اروپایی که نمیگه، میگه الله. دقت کنید فیلم اصلی رو، الوهیم، اله، الله اصلا بوده در زبان عبری عربی بسیار شبیه به همه. اینها قائل بر این بودن باید قربانی ها رو برای کی انجام میدادن؟ ابلیس یا نوچه های ابلیس، شیاطین. 72 تا جن رو در نظر گرفته بودن. چند تا؟ 72 تا. اینا نمادهای قدرت بودن. خوب دقت کنید، نماد قدرت چی بود؟ 72 بود. در کابالا بعدها این واقعا جا افتاد این مسئله. کتابی دارم به اسم اصلا 72 کابالا، سرچ کنید، پی دی افش رو بگیرید بخونید. خدمت شما عرض بکنم هر کدوم از این شیاطین صاحب 5 روز سال بود. اینا که هنوز دعا می نویسن میگن بذار ببینیم موکل کیه، ببینیم موکل این 5 روز صاحب کل دنیا کیه، ما برای اون از اون دعا بخوایم. برای همین فرق میکنه تو شنبه بخوای بنویسی، یک شنبه بخوای بنویسی، دو شنبه بخوای بنویسی، روز سعد باید باشه، نحس باشه، روز مشتری باشه، روز شمس باشه، روز قمر باشه. همه اینا فرق میکنه و علمی است بسیار پیچیده که بنده هیچ تخصصی توش ندارم، وارد نمیشم. خدمت شما عرض بکنم که 72 تا 5 تا میشه چقدر؟ سال چند روزه؟ 5 روز هنگ میکردن. 360 روز سال داشتن، اون 5 روز آخر انسان ها حاکم بودن. شهر بی قانون بود، خدای یا جنی برشون حاکم نبود. اون مراسمش میگفتن پنجه. تو اون مراسم قربانی کردن صورت میگرفت. بعد از مراسم حالا قربانی کردن کاملا شرح خواهم داد خدمت شما. بعد از اون می اومدن مراسم جنسی دست جمعی انجام میدادن تا نطفه هایی بسته بشه. متوجه شد چی شد؟ مگه نگفتم؟ گفتم اولویت به کدوم بچه ها بود؟ بچه خودشون. بچه حلال زاده ای رو میکشت، ذریه حلالی رو از بین میبرد، نسل حرام زاده ای رو تحویل میگرفت. به خاطر همین عموم این بچه ها 9 ماه بعد یعنی ماه آذر به دنیا می اومدند. این مراسم بعدها تبدیل شد به میگفتن مراسم پنجه. تو ایران هم بوده ها.
این که قربانی کردنش تو ایران نبوده، اما آرام این فرهنگ اصلا متاثر میشن دیگه، یه چیز یاد میگیرن. اگر میخواستن ازدواجی کنن، کاری بکنن، که انجام میدادن 5 روز آخر سال. تو این 5 هنوز مونده در بعضی از شهرها، همین شمال مونده که در میان به قول گذشته ها هم 100 سال پیش خواستگاری میذاشتن روز آخر 5 روز آخر سال میرفتن. در سمنان در میان سنگیسر هنوز رسمش باقی است. پنجک میگفتن، پتک میگفتن، این اسمای مختلفی میتونید از پدر بزرگاتون بپرسید. حیف اینا تاریخ شفاهی شماست، جلو شما داره از بین میره. الان که الحمدلله دوربین اومده، نمیدونم چی اومده، بذاریم با بزرگی رو صبح تا شب، اونم بنده خدا حوصله‌اش سر رفته، خودش یکی ازش حرف بکشه، بذار ازش حرف بکش، ضبط کن، جا دوری نمیره. خدمت شما عرض بکنم، جدی میگم، بعداً قصه خواهید خورد. خیلی از این تاریخ ما که معاصر بود و دستای انگلیسا تو کار بود که پخش نشه، دستای صهیونیستا، داره از بین میره. مثلا همین ماجرای 9 میلیون کشته ایرانی رو پیرمردای بودن که دیده بودن، اما الان دیگه نمیتونی پیداشون کنی. 1914 تا 2014 100 سال یارو، یعنی میشه چقدر؟ 97 سال بعد اگه به دنیا اومده باشه، حداقل بعد 8 سال سنش باشه تا یادش بیاد، یعنی 105 سالش بعد باشه. دیگه نمیتونی گیر بیاری. 105 ساله سالمی که چی؟ آلزایمر نداشته باشه، کم گیر میاد. به خاطر همین حیف اینا باید ضبط کرد. حالا کاری ندارم. تو این مراسم میرفتن چیکار میکردن؟ مراسم جنسی دست جمعی انجام میدادن. دست جمعی، این نکته مهمش بود. خب در ایرانش که گفتم قربانی کردن در کار نبود، اما در بین النهرین و خصوصا مصر بود، خوبم بود. حالا به شما عرض کردیم که خدای خورشید کی خودشو نشون میداد؟ چه فصلی؟ باریک نه دیروز گفتم دی. باریکالله. دی میگفت زمین لمس میشه. کی زایش صورت میگرفت؟ 3 ماه بعد بهار. درسته؟ به خاطر همین زمین شد نماد مادر. اصلا دختر رو نماد زمین میدونن توی فیلم ها. اگه بخواید ادبیات رسانه‌ای رو بدونید، زن نماد زمینه. وقتی ببینید یکی از هنرپیشه های ایرانی خانوم رفت اون در یک کشور خارجی با دکاپریو فیلم بازی کرد، اونجا این معنی به وجود اومد که سرزمین ایران فتح شد توسط هنرپیشه آمریکایی، هم نماد مرد آمریکایی، هم نماد سرزمین خودشون. یعنی اینها همچین چیزای پشت ذهنشونه، ما نمیدونیم، بلد نیستیم مثلا استفاده کنیم. گذشته مونده، مام میهن اینجور چیزا میگن. حالا خورشید توسط چی زمین رو لمس میکنه؟ توسط نورش، شعاع نورش. به خاطر همین شعاع نور خورشید تبدیل شد به نماد آلت جنسی خورشید. اومده بودن یه دونه 4 وجهی رو که نوکش هرم داشت به عنوان آبلیسک، که کاملا دیگه همتون احتمالاً در موردش توضیحاتی رو مطالعه کردید یا سخنرانی رو گوش داده باشید میدانید، به عنوان نماد جنسی خورشید میدونستن. و از جای دیگه گفتم شیطان رو به عنوان چی میپرستیدن؟ خورشید. و این تبدیل شد به نماد آلت جنسی ابلیس. The shaft of بعل در انگلیسی بهش اسم گذاشتن. خدمت شما عرض بکنم که خدای را 4 تا بچه داشت: ایسیس، اوسیریس، هروس و ست. ببخشید، ایسیس، اوسیریس، نفتیس و ست. 2 تا خواهر برادرها ایسیس و آیسیس، بهتره بگیم تلفظ درست، آیسیس و اوسیریس با هم ازدواج کردن. اون یکی داداشه حسودی کرد، گفت قطعاً سلطنت به اینا خواهد رسید. اومد کشتش. هنوز ازدواجی هم صورت نگرفته بود. کشتش، بدنش 14 قسمت کرد، برد قایم کرد. این شنیدی تون دارم میگذرم. بعد این خواهر اومد گشت 13 تا تیکر بیشتر پیدا نکرد. آلت جنسیش پیدا نشد. اینا رو به هم چسبوند. این زنده شد دوباره. ببین پادشاهی که چی شده بود؟ نماد خدای خورشید شده بود بعد باباش دیگه. زنده شد. قبلش مرده بود. زمستان به بهار رسیده. متوجه این؟ خورشید زنده میشه. نور میگیره. زنده شد، نزدیکی کرد با زمین و بعد دوباره مرد. و اوسیریس رفت شد رئیس یا خدای دنیای مردگان. بعد از اون کی به دنیا آمد؟ هروس، خورشید جدید، خورشید سال جدید. تو میگی پس بعد عیدم یعنی نباید خورشید داشته باشه، مگه میگی میمیره؟ نه، خورشید سال جدید زاده شد. این تفکرات آرکایستی و چه میدونم آدم نگه، حالا سنت دیگه، اما مزخرف واقعا، چرت و پرته. باعث میشد که اینا که خدا رو روی زمین کی میدونستن؟ فرعون میدونستن، بگن خب فرعون نماد خدای خورشید روی زمینه. حالا خدای خورشید مگه نمیمرد، زنده میشد؟ انتظار داشتن تو اون پنجه آخر سال این اتفاق بیفته. عجب. در اوایل که معرکه بودن میزدن پادشاهاشونو میکشتن. نکته
14 تکه کرد بدنش رو، یک تکه رو پیدا نکرد که اون آلت جنسیش بود. به خاطر هم میگن شیطان حلول کرد در آیسیس. یعنی آیسیس بدون اینکه مردی او رو لمس بکنه، با حلول چی؟ شیطان در وجود او هروس رو به دنیا آورد. خدا تو دهنی که به اینا زد به دنیا آمدن حضرت مسیح بود که با حلول روح خدا در او بود. روح الله به حضرت مسیح میگیم. ببین معجزه که خدا می آورد در شکل همون معجزه بود، در همون راستا. دید بابا گفت دنبال بچه بدون بابا میگردی؟ بیا عزیزم. حضرت مسیح ضربه سهمگینی به اینا زد، به خاطر همونم محکم بلند شدن بر حذفش. و حذف فیزیکیش که خواستن بکنن که خدا کشید بردش به آسمان، و حذف دینیش هم انجام دادن. دینش رو کامپلت واقعا چیزی نذاشتن از دینش بمونه، تا تونستن تحریف کردن که نمونه‌هاشو دیروز عرض کردیم خدمت شما. خب این برای شما فکر میکنم تا اینجا جا افتاد. حالا بریم سراغ مراسم پنجه. اینا خورشت سال آخر تموم شد، 72 تا جن دیگه هیچ کدوم اینجا صاحب هیچ روزی نیستن. این روز میگفتن شاه باید بمیره و دوباره زنده بشه. در بعضی از مناطق که واقعا حکمرانشون رو میزدن میکشتن، بعد این مچلا میشستن یه کله میخاروندن میدن، هی لغت میزنن یارو زنده نمیشه. ای بابا عجب فاتحه‌شو خوندیم ما. به خاطر همون شاههای بعدی اجازه نمیدادن این کار بکنن. میگفتن اومدن چیکار کردن؟ فردی رو به عنوان شاه میذاشتن، میگفتن تو بیا شاه بدلی باش. خب اینو میذاشتن 5 روز این اشغال میکرد. واقعا شاه بود، حتی زن شاه اصلی برش حلال بود، میتونست حکمران عوض بکنه. بعد 5 روز میآوردنش با این فاتحه‌شو میخوندن، میکشتنش. جالبه میدونید به این شاه در ایران چی میگفتن؟ میر نوروزی. حتی حضرت حافظ هم توی یه شعری آورده که من حافظ میزنم که از رو با هم دیگه بخونیم. اینجا ببینید جستجو، ما یه نوروزی رو بزنیم. بله. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. گفت همچه خوشکانت نباشه، شاه شدی 5 روز بیشتر نیست. تا قبل از قاجار این مرس مونده بود، منتها تایمش یه خورده چی شده بود؟ گله گشادتر شده بود. از چهارشنبه سوری میگرفتن تا 13 به در. یه آدم ارزلوباشی رو شاهو کنار نمیذاشتن، در کنار وجود شاه میگفتن این شاهه. میومد تو شهر میزد میرقصید پیش میرفت، مردمش پول میدادن. بعد خدمت شما عرض بکنم که میرفت جلو، نمیدن بهش آجیل میدادن و گردو میدادن و فندق میدادن و فلان. روز 13 به در میگرفتن میزدنشو، دست و پای یارو میزدن خورده خاکشی، بعضیشون میمردن زیر کتک. این معروف شده به میر نوروزی. اما اینجا حافظ میگه که بیش از 5 روزی نیست، کاملا زیرکانه به پنجه اشاره کرده. خب این در ایران. اما حالا ببینید اون کشورها چی میشد. خدمت شما عرض بکنم بتی درست میکردن برای خدای بعل در مصر و خصوصا بین النهرین خصوصا مصر. بت بعل خود ابلیس رو میذاشتن. شب این نماد آبلیس رو نشون بدم برای عزیزان که حالا احیانا اگر ندیدن. این آبلیسک اسکندریه مصر به این شکل 4 وجه شبیه یک پرتو خورشید بود. از طرف دیگه شد نماد آلت تناسلی شیطان یا اوسیریسی که گفتیم هیچگاه پیدا نشد. اینا این ور اون ور رفتن وامونده اونو میسازن. خدمت شما عرض بکنم که حالا ماجراها داره، به این داره میخندی ای بابا. بت بعل رو میساختن، براش قربانی انجام میدادن. بعدها مرسوم شد برای معاونت‌های ابلیس هم بیان قربانی انجام بدن. یکی از این معاونت‌ها اسمش مولخ بود، مولک یا ملکم. مولک یا ملکم. بنیانگذار فراموشخانه تو ایران کی بوده؟ باریک شاه میرزا ملکم خان. حالا میفهمی چرا اسمش ملکمه. این عزیز دل من جزء این شبکه کسی که فراماسونری رو گسترش داد، کسی که پدر این مملکت رو در آورد، کسی که بیشترین امتیازات رو اعطا کرد و میگه من مسلمانم، در حالی که پس از مرگش دستور داد چیکار کنن؟ جنازه‌شو بسوزونن. عین دستوری که خدمت شما عرض بکنم این آقای آنتوان لاوی آمریکایی داد. میدونم پرچم داره اعصابی بندگان خدا رو خورد میکنه اینجا، گردناشو این ور اون ور میکنن. بیا کلا حل شد، خدا شکر. خدمت شما عرض بکنم که این شد نماد آبلیسک. اینو میساختن، بچه رو زنده مینداختن تو آتیش، میسوخت بچه خودشونا. بعد کاهن بعل
2 قدم میومد جلو، یه تکه از گوشت بچه ور می‌داشت، پخته قشنگ تمیز آماده، بدون آب لیمو میخورد. یک سوال، برای چی من داشتم اینجوری میگفتم قیافاتو نگاه کن، خانوما ناراحت شدن من اینجوری گفتم مثلا، شما انگار نه انگار. حالا دلیل داره براتون رو میکنم. به بنده خود قول دادم، گفت حتما این مسئله رو بگو، حالا اسمش هم ببر، اگه دلم حال کردم آبروت هم میبرم، اسمت هم میگم. خدمت شما عرض بکنم که اینو میخورد. کاهن بعل این کارو میکرد. الان آدمخواری در زبان انگلیسی چی تلفظ میشه؟ کانیبل. آدمخواری میشه کانیبل. کاهن بعل، کانیبالیسم، کانیبالیسم، اینجوری اگه بخوام تلفظ درست لاتینش میگه کانیبالیسم. آدمخواری از این گرفته شد. اما این قربانی در حضور خدای بعل در کنار بتی دیگر بود، بتی به اسم مولخ یا مولوک یا ملکم. اینو ور می داشتن به شکل جغد می ساختن. اگر میخواستن کوچیک بسازن مسیشو می ساختن، اگر بزرگشو میخواستن بنازن قد این سقف واقعا به همین ارتفاع، می اومدن چیکار میکردن؟ اون موقع سنگی می ساختن، آتیش درست میکردن جلوش، دستشو یه جوری میذاشتن زیر آتیش قرار میگرفت، این داغ که میشد بچه رو زنده مینداختن اون تو، این میسوخت، زجر میکشید، این بغل وای میستادن. بعد از اعطای این قربانی و اینکه کاهن بعل میرفت اون کثافتکاری رو میکرد، خدمت شما عرض بکنم مراسم اورجی یا ارگی انجام میدادن، مراسم جنسی دست جمعی. این در میان بنی اسرائیل بوده، سند دارم از تورات، عمرن نتونن ردش کنن، بوده این اتفاق. خدمت شما عرض بکنم که بعد از اون مراسم جنسی دست جمعی انجام میدادن در مقابل کودکی که تقدیم میکردن به شیطان. دیدی از اون موقع آلیس کرولی برات خوندم؟ برای این بود، این مقدمه‌اش بود. کودکی که تقدیم میکردن به ابلیس، یک کودک معادلش رو حرامزاده از ابلیس میگرفتن. برای اینکه شناخته نشن زن و مرد، ماسک هایی به صورتشون میزدن مثل زورو که بعدها تبدیل شد به جشن بالماسک. احسن. این حقیقت پشت پرده ایناست. در مورد آبلیسک شما عزیزان باید بدونید، یک تونتون این عکسایی که قبلا شما دیدید و میگذرم، اما برای عزیزانی که ندیدن، اینها 29 تا بودن توی مصر. شخصی به اسم هپشوتست اینا رو میساخت، یک زنی بود، دو تا میساخت، جلوی معابد قرار میداد، میگفت ببینید زمانی که خدای خورشید به اوج قدرت خودش میرسید، یعنی تو کجا؟ ظهر میشد، اینا دیگه سایه نداشتن. 2 تا میذاش، یکی به سمت شرق، یکی به سمت غرب. اونی که به سمت بوعز بود که بعدها شد سوئز، یعنی اگر به سمت شمال، به سمت جنوب شما می ایستادی میشد غربیه، درسته؟ اون رو اسمش گذاشتن بوعز یا بعدها شد بواز. عزیزان بدونید کانال سوئز اون موقع حفر نشده بوده ها. کانال سوئز ما ایرانیا حفر کردیم، هخامنشی‌ها کانال سوئز رو حفر کردن برای اینکه بتونن ادواتشون و لوجستیکشون انتقال بدن. اینو بدونید. خدمت شما عرض بکنم که اونی که به سمت اون منطقه بود، نوک دریای احمر بود، بوعز بود، میگفتن بواز. اونی که این طرفی شد به سمت راست بود میگفتن جاشین. از بین این 2 ستون و کف شطرنجی معبد سلیمان، همین کف شطرنجی که مثلا کار کردن، جن ظاهر میشد. تو فیلم اینسپشن دقیقاً برید اینو برن تو رؤیا، عموماً کف سالن چی بود؟ شطرنجی بود. این میگفت میرید به خلسه، شما داری به خلسه میری. خب با توجه به اینکه کف شطرنجی برای شما جا افتاده، من بیشتر توضیح نمیدم. میدونید به همین دلیل هم است که در فقه شیعیان نگاه کردن به صفحه شطرنجی بسیار گناه بزرگی داره. منتها میدونید چرا؟ چون میرفتن این جنگیرا صفحه شطرنجی میذاشتن جلوی چش طرف، تا نگاه میکرد شروع میکردن وردخانی، طرف میقاپیدن دیگه. اون موقع بود که دار و ندار این جلو دست این بود، تحت تأثیر زندگی این بود. به خاطر همین امام صادق اومد یک حکم بسیار وحشتناک داد، نگاه کردن به صفحه شطرنجی برابر با فلان است. خدمت شما یه چیز در حد زنای با میگه غیبت کردن بدتر از زنای با مادر است، یه همچین چیزی فکر کنید. خب حالا زنا نه، اما حرف به قولی خیلی وحشتناکی زده که به ذهن کسی هم نیاد. اما آیا امروز اگه کسی به صفحه شطرنجی نگاه میکنه به دید شطرنج بازی کنه به دید جنگیری نگاه میکنه؟ خیر. گفتن ایرادی نداره. حالا متوجه شدید؟ چون قدیما مردم رو فشار، این اوج تفکر داره نشون میده، اون موقع اینا متوجه شده بودن. خدمت شما عرض بکنم این 2 تا آبلیسکی که خانم هپشوتست میساخت،
باید از سنگ یه تیکه می بود، نباید جدا میشد ترک برمی داشت. اگر ترک برمی داشت به همون حالت میموند. یکی از این آبلیسک‌ها به صورت افقی تو منطقه‌ای که اینا داشتن میساختن مونده، به صورت افقی همینجوری چون ترک برداشته همین شکل مونده، 4000 سال همینجوری مونده. خدمت شما عرض بکنم وزن اینا حداقل 100 تن. شما این تریلیار دیدی یه سنگ میبرن تو جاده، یه سنگ گذاشتن رو پشتش، خب بیشتر از اون نمیکشه ببره. 10 تن 15 تن وزن همونه. شما فکر کن 25 متر 28 متر 30 متر ارتفاع بعضی اینا بوده. قشنگ میشد 150 تن 200 تن وزنش. حالا توی همچین شرایطی از 29 آبلیسک مصر عزیزان فقط و فقط 8 تاش مونده. همه رو بردن به اون وزن، به اون عظمت. در مورد واتیکان مفصل صحبت خواهم کرد، اما در مورد این آبلیسک سوزن کئوپاترا، معروف به سوزن کئوپاترا، این تو بندر اسکندریه مصر بود. ببین عکس ازش گرفتن سال 1800 خورده‌ای. اینو به این شکل که دارم به شما نشون میدم عزیزان، نه جک بود نه جره ثقیل بود، رو زمین قلش دادن آوردن کنار بندر. میبینید تصویر؟ بدنه کشتی رو شکافتن امریکایی ها، بردن داخل کشتی 150 تن وزنو، بدنه کشتی رو با چوب ترمیم کردن، قیر مالیدن. یا علی راسته کجا؟ اقیانوس اطلس. تایتانیکش غرق شد. ما که نفهمیدیم اسم دختره بود یا پسره بالاخره این تایتانیک، اما خلاصه اون غرق شد. میرسن اون طرف. این همه علاقه برای چیه؟ برای این نماد عزیزم، نماد شیطانه، نشان شیطانه، اینه که خاص میشه برای اینا. اینو ورداشتن بردن. گوش بکنید، تو شهر نیویورک، تو پارک مرکزی نیویورک، خودشون میگن روزی فقط چند متر میتونستیم اینو ما منتقل کنیم. 150 تن وزن بدون که جره ثقیلی فلانی باشه. بردن نصب کردن و نهایتا شد این تصویری که اول به شما نشون دادم. این یکی، اینو بعدها ساختن، این ساخته شده است اما این اصلیه، عتیق است. ببینید از مصر برمی داشتن میبردن. عجیب نیست برای شما این همه سعی و تلاش؟ نکته جالبتر باز یه سوتی دیگه از مسیحیت. به قول میگم چیکارت کنیم ما تو رو، کجا بگیم از کجا نگیم. خدمت شما عرض بکنم که در آیین مسیحیت ابلیس بعل، نماد خدای بعل بود دیگه، این درسته؟ ابلیس دقیقاً برابر با شیطانه در انجیل. با این وجود حتی در زمان امپراتوری بیزانس، امپراتوری بیزانس خیلی علاقه داشتن به ابلیس. اینو از جبل الطارق عبور میدادن یا می آوردن دم بندر ابوقیر مصر، یا برمی داشتن می آوردن دم بندر اسکندریه، یه جوری میکشیدن میبردن تو اروپا. اینا نصب میکردن. بعدها هر فیلماشو هالیوودیا ساختن. بچه‌ها که فیلم باز هستن یا فیلم نگاه میکنن میدونن کدوم فیلم‌ها رو میگیم. مسیحی‌ها که شوریدن شروع کردن ابلیس خراب کردن، تا جایی که ابلیسک‌های شکسته تبدیل شد به نماد سقوط امپراتوری بیزانس و حاکمیت پاپ‌ها. مسیحیت، امپراتوری مسیحیت بر اروپا. یعنی می‌خواستن شعار بنویسن، می‌رفتن چیکار می‌کردن؟ ابلیسک شکسته رو دیوار می‌کشیدن با زغال. آقا به یک باره ما نمیدونیم چی میشن این پاپ‌ها بعد از گذشت چند دهه شدیداً علاقه‌مند میشن به ابلیسک. دستور میدن ابلیسک‌های شکسته ترمیم بشه. پاپ سیکوست پنجم دستور میده ابلیسکی رو بردارن از مصر براش بیارن. تعجب میکنی بابا این که نماد شیطان، میاره جلو واتیکان کار میذاردش. عجب، خیلی تعجب برانگیزه. اینجا اون آنجلز اند دیمنز فیلمش میگفت دیگه، نشون میده که شبکه ایلومیناتی نفوذ کرده بود در دستگاه اینها. قشنگ نشون میده تو فیلم تا سر دفتر پاپ. اونجا وقتی مسئول دفتر پاپو داره میگه قشنگ منظور خود پاپه ها. کما اینکه خود امریکایی‌ها و غربی‌ها عکسایی رو از نحوه دست دادن پاپ بیرون آوردن که چیکار کرده بود؟ کاملا ماسونی و عضو شاخه ایلومیناتی دست داده بود. یعنی 60 تا گذاشته بود روی پشت دست. ببین شما هر چی دست بدی، خب مثلا دست تا اینجا میتونی بیاری، نه اینکه به صورت عادی باشه. من نمیتونم با خودم دست بدم، خب اما نگاه بکنید به این شکل، اینجوری دست میدن، دستو میگیره این 60 کامل میاد رو پشت، اینجوری دست داده بود که عکساشو خود امریکایی‌ها گذاشتن، با ما هیچ ربطی نداره. بزرگترین ابلیسک دنیا رو اینا ساختن با 555 فوت معادل 169 متر که همون 13 ضرب در 13 و نکته دیگه این که 555 فوت 1/5 فونداسیون داشت، یعنی 111 فوت میشه جمعاً 666 فوت. ببین چه جوری اینا جور در میاره این نمادهاشو.
بگذاریم. خدمت شما عرض بکنم که پاپ سیکوست پنجم دستور داد که دومینیکو فونتانا نقاش و معمار برجسته اون دوره ایتالیا رو مأمور کرد بیارن این آبلیسک رو این شکلی بیارن ببرن. این نشون دهنده علاقه و تغییر ماهیت و استحاله دیگه کلیسا بود که دیگه کاملا با نصب این نماد شیطان، یعنی توسط جریان صهیونیسم چی شد؟ فتح شد. ببینید چرا یک دونه سوتی از خاخام‌های یهودی تو دنیا پخش نمیشه، اما کوچکترین کار کشیش‌های مسیحی رو خودشون میان تو رسانه‌ها میگن. دیروز یک کشیش مسیحی در فلان کشور به یک کودک تجاوز کرد. برای چی میگن؟ برای اینکه دوست دارن میگن. پاپ عمدن پول دستش میگیره راوی ورانور میره که ببخشید تجاوز شدم، پول پخش میکنه. این خوشش میاد، بذار مسیحیت خورد بشه، بگذار با منقارم چه توهینی کرد به حضرت مسیح. اینا متوجه باید باشید عزیزم، این چی به ضرر شما، چه رسانه ها دست خودشونه. 95% اخبار دنیا چیزی معادل 40 تا 45 میلیون کلمه خبر خودشون میدن بیرون. ما دیوانه است علی خودش بگه. این که میبینید آبلیسک، این زبدرا که میبینید گاری 12 اسب است، این نخام تنابا یا زنجیرای کلفته 150 تن و بدبخت چجوری بکشه ببره؟ جره ثقیل نبوده، کشیدن بردن نصب کردن. شما کجای کاری؟ ببینید با طرح‌های دیگه‌ای که دومینیکو فونتانا کشیده بود برای اینکه بتونه اینو قائمش بکنه، کلی بدبختا پدرشون در اومد برای اینکه کوفتی زهرماری شیطانو برن نصب کنن. این توی فرانسه. بله خیلی عجیبه ها. آقا برج ایفل آبلیسک یا نه؟ نگاه کن تو تعریف آبلیسک اومده 4 وجه باشه، آرام آرام کم بشه، نوکش هرم باشه. بعضیا میگن آبلیسک فانتزیه، آبلیسک فانتزیه، اما به نظر من سختگیرانه است. هر چند سازندش مهندس ایفل قطعا فراماسونر بوده، در این شکی نیست، عضو این شبکه بوده که اسم ماسونا رو نبریم. این در واتیکان نگاه کنید، قشنگ آورد گذاشت روبروی واتیکان. اینم میرن دورش میچرخن، میذارن وسط میدون، بچرخ ببینم کجا رو میخوای بگید. دور چی هم دارن میچرخن. حجکم مقبول آقا، سعیکم مشکور، بچرخ. به آقا یکی پیدا بشه برام وامونده شیطان اونجا بندازه پایین. خدمت شما عرض بکنم که عزیزان این مدل هپشوتستیس نگاه کنید، 2 تا ستون به شکل آبلیسک، میبینید 4 وجه کم شده و نوکش هم هرم داره، درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که همین ستونای جلو معبد سلیمان که تو لوژهای فراماسونری استفاده میشه بعدا از همین گرفته شد. این هم دیگه توی آبلیسک روم از نمادهای مختلف، نماهای مختلف و جای دیگه. این تو آمریکا هم پارک مرکزی نیویورک اینها، سوزن کلئوپاترا این بود، براشون پدرشون دارن. تو ترکیه که آقا بعد بشینی 3 جلسه نفوذ یهود در ترکیه صحبت بکنیم که تو امپراتوری عثمانی کجاها چجوری نفوذ کردن، مختون سود میکشه از این برنامه‌ریزی که اینا کردن. برای 200 300 سال برنامه‌ریزی کردن، گرفتن، تمام اهداف خودشون رسیدن. منار رمی جمرات، تنها آبلیسکی که بهش سنگ میزدن، تنها آبلیسکی که تو دنیا مردم بهش سنگ میزدن به عنوان نماد شیطان. جالبه گفتیم چیکار کردن این وهابی‌های ملعون؟ سری دیوار بجاش نه عزیز دل من، نه دورش، احسن به شما، دورش دیوار ساختن. من تصاویرش هم دارم که از بالا اینا نگاه کنید، دورش دیوار ساختن. این آبلیسک این یعنی گارد براش گذاشته بهش سنگ نخوره. بهش بگو فلان فلان شده به همان شده. اگر تو میگه آدم اونجا دست و پا میمیره، نگاه کن این آبلیسک فرض کنید. خب میخوای اینو اگه یه تیکه دیوار این بغلش بسازی، درسته؟ یه تیکه دیوارم این بغلش بسازی، هر کی دلش میخواد به این سنگ میزنه. شما فقهاتون میگن به این سنگ بزن، خب سنگ بزن. جالب بدونید فقهای شیعی گفتن فقط محدوده آبلیسک، تصویر رو نگاه کنید، محدوده آبلیسک فقط بس سنگ بزنید از موقعی که دیوار کشیده شده. بنده خرم‌آباد برنامه داشتم، بعد این بچه خرم‌آباد یکی بلند شد شوخی کرد، گفتش که استاد اینا سنگ زدن بلد نیستن، بگو ما میریم اونجا سنگو برمی‌داریم از بالاش اینجوری می‌زنیم گلوپی بخوره تو کله‌اش. البته یه شوخی به قولی بچهای خرم‌آباد میکنه، همه جای این ایران زیباست به خدا قسم. من به عنوان یه استادی که حداقل استاد که نه کوچیکی که رفتم تمام این کشور رو چرخیدم، تو عموم دانشگاه این مملکت رفتم سخنرانی کردم، جز زیبایی ندیدم. شبیه به یه گلستانی که گل‌های مختلف داره. خیلی آدمای کثیفی هستن که از دل این تفرقه بیرون میکشن.
هر گل یه زیبایی هر جا یک لهجه قشنگ، یک نژاد، یک رنگ مو، یک مدل مو، یه رنگ چشم، یه رنگ پوست، اصلا هر جا یک مدلی. به خدا آدم انگار توی گلستان داره میبینه. اینا به شوخی خودشون میکردن، میگفتن که میدونید که لورا آخر فامیلش وند داره، عموما نکاوند، کاکاوند، ترکاشوند فلان، میگفتن خداوندم از ماست. بعد میگفتم که بابا این که نشد که، میگفت من یه دلیل دیگه هم دارم. گفتم چه دلیلی داری؟ گفت یکی به شما حمله بکنه جایز هستی که از هر وسیله دفاعی استفاده کنی؟ گفتم بله. گفت اگه یه نفر حمله کنه به خونه شما؟ گفتم بله، از هر وسیله. اگه گفت پلیس اینجور چیزا نیست، خودتی. گفتم خب مجبورم استفاده. گفت کسی به خونه خدا حمله کنه خدا میتونه صاعقه بفرسته، زلزله بفرسته، اژدها بفرسته، اما سنگ فرستاد. پرندگان ابابیل، درسته؟ با سنگ از بین برد. این دلیل دیگری از وابستگی خدا به ماست. میگفت خدمت شما عرض بکنم که حالا به شوخی هم باز ادامه میدادیم بنده خدا. ببینید آقا اینا واقعا ببینید در حد مزاح، هیچ توهینی توش نیستش واقعا. ببین آدم باید اینجوری نگاه بکنه. خدمت شما میگفتش که این فلسطینی‌ها رو ما بدبختشون کردیم، رفتیم بهش گفتیم با سنگ میتونی جلو تانک وایستی. بنده خدا 60 ساله دارن سنگ میزنن. علی ای حال آقا اینا ساختن. در مورد فقط اینو بهتون میگم، این برجی که داره ساخته میشه حرف و حدیث زیاده. نگاه کن، این که گفته میشه سایش میفته، منظور سایه فیزیکی نیستا که سایه، منظور سایه معنویشه. کسایی که اخیراً مکه رفتن میگن دیگه اباحتی از کعبه نمیبینی شما. حواسا همه به این ساختمونه. بپرسید اون که رفتن، میگن همه حواسا به این ساختمونه. یک عظمتی. این در 72 سکشن و بخش داره ساخته میشه به نشان 72 جن در مقابل الله. ببینید تو فیلم ترانسفورمر، دوباره فیلم بازا، خدمت شما عرض بکنم آدم آهنی‌ها که از فضا میان، از کجا میان؟ فضا. کجا میرن؟ اهرام. دنبال چی میگردن؟ The Cube of Light، کعبه انرژی. میگه این کعبه رو باید بگیریم. مفتی وهابی همزمان میگه خونه کعبه رو خراب کنیم، گنده ترش رو بسازیم. خونه کعبه رو 6 ماه بعد نماینده کنگره امریکا، یک صهیونیست کثیف، اومد گفتش که با بمب اتم، یه بمب اتم باید بندازی رو بالا کعبه خیالمون راحت. تنها جایی که نماد توحید باقی مونده برای اینا دردآوره. آبلیسکی که تونستن نماد شیطان و توهینشو ماجراشو برچینن به زعم خودشون. اما خدمت شما عرض بکنم در تهران 22 بهمن امسال ما بچهای جنبش ما، خدمت شما عرض بکنم که اگر من بتونم فیلمشو پیدا بکنم، بله آقا آبلیسک بردن آتیش زدن. آره اونوریا فهمیدن، صدا و سیمای خودمون نفهمید. فیلماشو ما گذاشتیم برای اینترنت. تو اینترنت آمریکایی‌ها، جنبش‌های مبارزه با صهیونیسم آمریکا که ما با اینا در ارتباطیم، خب اینا گرفتن بردن روش آهنگ گذاشتن برای ما، خوشگلش کردن، بعد به ما دادن. یعنی یاد بگیر کار رسانه‌ای باید بکنی، اینجوری قشنگ چیه فیلمو محمد آتیش بیار، آی بنزین یاد دادن، راست همینجوری بود صداشون. حالا ببینید یه تیکه از فیلمشون ببینید، جالبه. وقتی به خود ما آقا جالبه، آرمو از سایت گرفتن، خودشون آرم مسافو زدن، جنبش مساف، جنبش مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونی زدن، بعد پرچم ایرانو گذاشتن. یعنی ببین خبر نداری تو چه کشوری داری زندگی میکنی، تو کشوری که شده امید تمام کسایی که میخوان در مقابل صهیونیسم به خدا قسم من به اینا برمیگردم میگم من تو ایران 307 تا سخنرانی در کمتر از 9 ماه داشتم، اونم سخنرانیام اینجوری سنگین. خب 2 ساعت، این سخنرانی 45 دقیقه بریم بیایم پایین. باورش نمیشه. میگم مگه میشه؟ گفتیم بیا فیلماشو ببین. کیف میگم. گفت آقا عوض ما هم بگید، خوش به حالتون. چه صدا نداره ما بتونیم اگه صداش هم بر شما. نه ستاره 6 بر بود به قولی. بذار از اول بیارمت. یا آهنگی که ظاهرا معنای نفرت میده. ببینید we hate Kabbalah، ما از کابالا بیزاریم. we hate obelisk، ما از obelisk بیزاریم. میسوخت، آتش نشانی اومد، میسوخت. باید میدیدید شما، جاتون خالی بود اونجا. آره خب ببینید عزیزان، اینا متاسفانه ما باید بدونیم وقتی اینا نماد برای اینا مهمه، خب ما هم اینجوری وارد بشیم. وقتی اون ملعون میره توی مسائلی وارد میشه و خدمت شما عرض بکنم میره قرآن آتیش میده، ما هم در مقابلش این کارو خواهیم کرد.
اینا بدونید بسیار براشون مهمه. اگر براشون مهم نبود خدمت شما عرض بکنم هیچگاه اینا اجازه توهین و نمی‌داشتن اینجوری خودشون رو ضایع کنن دیوار بسازن. جالبه در کمال پوری خرابش هم نکردن، می‌بینی سالمه، دور تا دورش رو ساختن. خب بگذاریم. خدمت شما عرض بکنم شما هم دنبال بهانه بودید این دایره تنبکتون به راه باشه، منم سریع تشخیص دادم جلوشو گرفتم این آهنگ رو. خب این ماجرای در مورد برج بابل و شباهتش به اونم توضیح دادیم که گفت قربانی انجام دادی، خدا ما هم قربانی انجام میدیم عوضش. اون قربانی عوضش رو توضیح دادم؟ نه توضیح ندادم، اونم به شما خواهم. خب اول ما بریم سراغ تورات. ببینید من ماجرای مولخ رو به شما گفتم، پس اولین آبلیسک رو توضیح دادم چجوری اومد همه جا رو گرفت. بقیه عکس‌ها دیگه مون خودتون برید اصلا بنویسید، مثلا آبلیسک این آسیا، این اروپا، انقدر زیاد همه دارن میسازن. خدمت شما عرض بکنم سفر لاویان باب 20 آیه 209 به بعد نگاه کنید. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را بگو هر کسی از بنی اسرائیل یا از غریبانی که در اسرائیل مأوا گزینند از ذریه خود به مولک بدهد البته کشته شود. قشنگ تعیین میکنه که چیکار میکردن برای خدای مولک، همون جغده چیکار میکردن؟ ذریه خود، بچه خودشون تقدیم میکردن. قوم زمین او را با سنگ سنگسار کنن. جزاش هم چی بود؟ کسی که این کارو میکنه باید سنگسارش کنی. واقعا هم منطقیه. پس اینا هم سنگسار دارن ها، در نظر داشته باشید اینا. و من روی ضد خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت، زیرا که از ذریه خود به مولک داده است تا مکان مقدس مرا نجس سازد و نام قدوس مرا بی حرمت کند. و اگر قوم زمین چشمان خود را از آن شخص بپوشانند وقتی که از ذریه خود به مولک داده باشد و او را نکشند، بقیه مردم که وایسن نگاه کنن امر معروف نهی از منکر نکنن، پدر اونا رو هم در میارم. آنگاه من روی خود را به ضد آن شخص و خاندانش خواهم گردانید و او را و همه کسانی را که در عقب او زناکار شده در پیروی مولک زنا کردن. میگه به پیروی از مولک زنا کردن. اصلا اینجا تشخیص میدی که مولک انگار سنگ نیست، فرمان داره میده، میگه برای من قربانی بکنید، نمادشون بت است. ببینید عزیزان اینها اونقدر احمق نبودن سنگ و چوبو بپرستن، اینها جن برای هر کدوم از اون شیاطین سنگ و چوبی طراحی میکردن. عین همین اتفاق رو شما در دیالوگی در فیلم محمد رسول الله میبینید. محمد بچه من کلا آدم نیستم زیر صلوات بگیرم تو جلسم، چون میگم خیلی شأنش بالاست و اینا فلان، اما این صلواتی که شما فرستادید به درد عمتون میخورد. صلواتی بفرستی که در شأن پیامبر و خاندانش بشه. احسن. خب شب کنکورا که نیازمند خدا و اهل بیت و اینجور چیزا میشه، تسبیح به دست دوره میفته امامزاده ها رو گوله همه رو میره. آره خدمت شما عرض بکنم که چی داشتیم میگفتیم؟ یکیتون آقا در این فیلم وقتی جعفر ابن ابی طالب داداش حضرت علی با عده‌ای از این مسلمانا گوله فرار میکنن میرن حبشه، مشرکی میرن دنبالشون، رفتن پیش نجاشی، پیامبر بهشون دستور داد گفت پادشاه خوبی است برید اونجا از شما حفاظت خواهد کرد. مسیحی بود. اومدن این مشرکین گفت اینا رو پس بده، اگه پس ندی قرارداد تجاریمون تحریم اقتصادیت میکنیم. بحث سیاسی شده بود. بعد این ترسید پسش بدن. جعفر ابن ابی طالب برگشت گفتش که این من و تو خداپرستیم، اینا بت پرستن. نجاشی برگشت گفت راست میگه، شما بت پرستی. عین دیالوگو شنیدید. برگشت گفت نه، ما روحی را که در آن بت حلول کرده میپرستیم. یعنی شما انقدر احمق فرض نکن. اینجا میگه نگاه کن در پیروی مولک زنا کردن، یعنی مولک خودش دستور میداده از طریق کی؟ صاحبان اجنه، اونایی که با جنیان در ارتباط بودن. آیا میتونی سند دیگه هم بیاری؟ بله. و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ایشان زنا کند. یعنی پیروی از طریق کی صورت میگرفته؟ جنگیرها. اون موقع دیگه بابای اونا رو میارم جلوی چشمشان. جا میگه من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردید و او را از میان قومش منقطع خواهم کرد. خدمت عرض بکنم در ادامه باز موارد دیگری هم هست تو جای جای تورات پیدا میشه. مثلا یه مورد دیگه اینجا نگاه کنید. و تمامی اوامر یهوه خدای خود را ترک کرده، بت‌های ریخته شده، یعنی دو گوساله، ماجرای گوساله، گوساله برای خود ساختن و عشیره را ساختن، نام بتی دیگر، به تمامی لشکر آسمان سجده کردن. گفتیم نه از کدوم سمت می اومدن؟ همین فضایی ها از سمت آسمان. قرآن اینو تایید کرده.
میگه شیاطین میرفتن از حوزه آسمان اخبار غیب میدزدیدن میآوردن به اینها میگفتن عزیزان کاهنان مصری از کجا خبر داشتن که موسی میخواد به دنیا بیاد؟ اومدن به فرعون گفتن. قرآن داره میگه گفتن. با مبعوث شدن حضرت رسول الله تمام درهای آسمان به اینا بسته شد. تو دهنی خوردن. آقا یعنی چی؟ من یه چیزایی تو قرآن اومده من نمیفهمم. اینا شبهه‌های منو برطرف کن. چشم عزیزم باید بیای بگی وظیفه ماست. چشمون کور دندمون نرم باید بیایم به شما بگیم. نگاه کن ببین اینها میگن شیاطین و اجنه از جنس انرژیان. از جنس نورن. حتی شعارشون هم اینه. نگاه کن from darkness to light. از تاریکی به روشنایی. خدا از شب میبرنتون به کجا؟ به روز. تو دل شب چی مظهر روز؟ نوره. ماه، ستارگان. برای هر کدوم از شیاطین یک ستاره. مثلا اوسیریس رو میگفتن صورت فلکی اوریون، صورت فلکی جبار شکارچی. آیسیس رو میگفتن ستاره شعرا یا شباهنگ. هر کدوم اینا برای خودشون مصداق داشتن. حالا کار ندارم. میگه ما شما رو از تاریکی به روشنایی میبریم. جواب داد قرآن. ببین چه جوری. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات darkness چی؟ الی النور. منم که شما را تاریکی به. والذین کفروا و کسانی که کفر ورزیدن. اولین کافر کی بود؟ کان من الکافرین ابلیس. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. رفیقاشون هم همون طاغیا و یاغیان. یخرجونهم من اللایت الی دارکنس. چقدر قشنگ داره. الله نور السماوات و الارض. کجا داری میری؟ خدا نور آسمان ها و زمین است. میگفتن اینا ببینید اینم جنیان رو به عنوان فرشته جا انداخته بودن بین مردم. میگفتن اینا فرشتهان برای ما انرژی میارن. 72 تا فرشته ما داریم. چرا فرشتهاتون رو پاهاش هیچ وقت نشون نمیدید؟ یا بعضی جایی که نشون میدید چرا این فرشتهاتون سم دارن؟ فرشته سمدار شما دیده بودید جایی؟ بله اینجا هستش. کف شطرنجی و 2 تا ستون. متوجه شدید؟ اخیراً یه نکته جالب به شما بگم. خدا گفت بعد از بعثت حضرت رسول ما اینا رو با چی رجم میکنیم؟ شهاب ثاقب. ثقب یعنی چاله، ثاقب یعنی چاله ساز. با ستاره های چاله ساز. افتاد دوزار یا نه؟ سیاه‌چاله فضایی باری کلا. همه چی. یک منجمی که اولین بار به این مسئله رسید از طریق یک منجم مصری آنی مسلمان شد. گفت بابا کجای کارید؟ این کتاب همش علمه. همش علمه. نگاه کن سیاه‌چاله فضایی جرمی بسیار سنگینی که همه چی رو میبلعه. درسته؟ به خاطر همین تمام نور رو میبلعه. هیچی بازتاب نداره. به خاطر همین دیده نمیشه دیگه، بازتابی نداره. از خمشی که در فضا به وجود میاره، در فضای چند بعدی که وجود داره، از اونجا میتونن بفهمن که هستش. گفتش اینا مگه نگفتن جنس نورن، انرژیان، فلان اینجور چیزا؟ تمام. جار برقی را انداخت خدا، دکمه‌هاشون زد. به بالا مردی بیا برو رچ. خدمت شما عرض بکنم پس تمام اینا صحبت داره، بحث داره، ما به این سادگی از کنارش میگذریم. و به تمامی لشکر آسمان سجده کردن. اینجا واضحا میگه بابا کی داره تو تورات اومده و بعل را عبادت نمودن. از این واضح‌تر وجود نداره که اینا بعل یا شیطان رو میپرستیدن. پسران و دختران خود را از آتش گذرانیدند. مینداختن تو و فالگیری و جادوگری نموده. ببین به جادوگری کردن اینها کاملا اشاره میکنه. تا آنچه را که در نظر خدا و ناپسند بود به عمل آورده و خشم او را به هیجان بیاورند. پس از این جهت غضب خدا بر اسرائیل به شدت افروخته شد به خاطر همین کارهایی که میکردن. خب من از این کارا، از این موارد دست میکشم چون فرصت نیستش، ما از دست میدیم. فقط باید بریم این من مولخ رو کامل بحثش رو مطرح بکنم یا در جای دیگه شما نگاه بکنید. بیا انبیاء بعل 450 نفر بودن. بعل، انبیاء بعل، انبیاء بعل، نام بعل، کتاب چید اول پادشاهان باب 18. ای بعل، ببین چقدر اصلا اینقدر ماجراها داشته که این بعل اصلا جزء از زندگیشون بوده، پره. اینجا نگاه کن آبیا همش بعله. حضرت الیاس یه جا دیگه اصلا بنده خدا برمی‌داره میمونه، میگه که در میانه اینم هستش، میگه در میانه بنی اسرائیل من تنها پیامبر هستم که باقی ماندم. اما بعل به تنهایی 450 تا پیغمبر دارد. همون ستونه واسه خودش 450 تا پیغمبر داشته. سنگ که حرف نمیزنه، نه صاحب سنگ حرف میزده. از این پیغمبرا داشته. عجب پیغمبرایی میشن. عجب. خدمت شما عرض بکنم که این از بعل.
ببینم اینجا هستش من بتونم بهتونشون بدم حرف الیا. جالب این مسئله تو قرآن هم تایید شده. میگه حضرت الیاس برگشت گفت اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. آیا بعل را به خدایی میگیرید و بهترین آفریدگار را چیکار میکنید؟ فراموش میکنید. این که بعل نماد آلت تناسلی شیطان بود و نماد خدای مرد بود، درسته؟ زن، زمین، خورشید، مرد. بعدها در زبان عبری و عربی تبدیل شد اصلا به معنای مرد. همین الان تو عربی بعل رو به عنوان مرد هم استفاده میکنن. اون شوهر رو میگن بعل. خب این فیلم رو شما ببینید. انقدر این قضیه رایج بود که در هالیوود فیلمش هم ساخته. یعنی فیلم غربی اینا فیلمش هم ساختن. نگاه کنید ماجرا. یه نکته اول من بگم بعد نگاه کنید. به کله کچلا اینا کاهنا دقت بکنید. اینا همون کاهنای مصریه. خدای مولخ یا هروس میاد قربانی خودش رو تحویل بگیره. به این هم دقت بفرمایید. بقیه‌اش خودتون ببینید. یک لحظه توی سکانس از فیلم یک مجسمه جغد رو نشون میده ایستاده که شما نگاه بکنید. بذار من اینو کوچیک‌تر کنم تا متوجه بشید. خدمت شما عرض بکنم که ببینید این آدم اینجا کنارش وایستاده. ببینید چقدر قدش بلنده. که گفتم اگه سنگی می‌خواستن بسازن اندازه سقف اینجا. نصف کله جغد تو تصویر نیست. بعداً اینو نشون می‌خوام دادین کجاست. این خیلی جالبه. یه نکته دیگه، زمانی که این بچه رو انداخت تو آتیش، چرا این خانمو اینجوری کردن شما دوباره کار نکردید؟ من اینا مهمه، من دارم میبینم، باید ببینم یه تفاوتی بین شما دو تا هست. سنگدلید شما، اینا خیلی لوسن، نمیدونم والا. آخه من به تو بگم چرا این کار نکنم، یه فیلمه. واقعیش هم باشه نکه خودتو میکشی. بیا حالا که واقعیش هم مثلا آدم کشی یه واقعی نشون بدم. یه مش جنایتکارن اینا. خب بس شما. این صحنه کشتار قربانی گرفتن وهابی ها. اینا هم دارن قربانی تقدیم میکنن، هیچ شکی نه. الله اکبر میگه، قرآن میخونه، آدم میکشه. ببینید الله اکبر میگه. این حرامزاده ها طراحی شدن فقط برای اینکه کمر اسلامو بشکنن. این فیلم ها رو میذارن تو اینترنت، اون یارو اروپاییه میبینه. من برای چی گفتم آقا دستای تو کاره که همه اهل سنت رو با وهابی ها یکی بکنن، از این طرف هم شیعیان رو با حجتیه یکی کنن. بعد اون موقع اینا رو اتوران بندازی کنار هم تیکه میکنن هم دیگه رو. فهمید چی شد؟ اون بغل بشینه پولشو. از زمین تا آسمون برادران اهل سنت با وهابیت فرق دارن. نذارید آقا کسایی که این حرفو میزنن بکوبیتون دهن خورد بشه، هر کی میخواد باشه. شما نمیدونید چی در پس این تفکر انگلیسی نهفته است. در مورد این من قبلا توضیح و صحبت تو همین دانشگاه خاطرم هست کردم. علی ای حال، پس من دیدید اینجا که اصلا نگاه نمی‌کردن بعضیشون، اونا خیلی میخندن هر نگاه کن. برای چی من با این خواهم رسید؟ حالا بگذاریم. آقا این قربانی کردن حالا بوده. آقای رائفی تو هم هی بیا به این صهیونیستا گیر بده. چی کار با تو دارن؟ این با تو چی کار داره؟ بوده. الانم اگه یکی قربانی کنه باید سنگسارش کنی. عزیز دلم، بنده اومدم اثبات بکنم که همین قربانی کردن هر ساله داره تو دنیا انجام میشه، خصوصا تو کشورهای غربی. در دل امریکا، فرانسه، انگلیس افرادی هستن دارن قربانی کردن انجام میدن. منتها نه این عجق وجقا که میخ تو کلشون کاشتن. برمان تو تونستن اینا با موفقیت تمام جا بندازن. شیطان پرست یعنی کیا؟ همین چهار دل دیوونه که تو قیافه عجق وجق دارن. نه عزیز من، دقیقاً باید از اون نقطه وارد بشی. کسایی که آقا کت شلواری مثل من
استاد دانشگاه بیاد برای شما فیلم بازی کنه، در باطن واقعا این مناسک رو انجام بدن. سال 1989 یک دختر خانم امریکایی اومد جلوی شبکه‌های تلویزیونی زنده به اسم شبکه تلویزیونی اپرا، توی برنامه تلویزیونی اومد گفت آقا من عضو خانواده یهودی هستم، هر سال کودک قربانی میکنیم، بعدش مراسم جنسی دست جمعی اورجی انجام میشه. 4 بار ایشون میگه از پدرش سخت جنین کرده. جالب اینجا رو بدونید، نگاه کن، شما شنیدید اخباری که مردی در اروپا تو زیرزمین خونش از دختر خودش بچه میگرفت؟ درسته؟ هم در بلژیک شنیدید، هم در هلند شنیدید، در خود اسرائیل هم شنیدید. چرا به کسی رو اینا کار نکرد، فکر نکرد؟ وجه اشتراک هر سه تا اینا این بود که اینا یهودی بودن. تایید میکنم همه یهودیان این کارو نمیکنن. اینا همون کسایی هستن که از ابتدا به موسی ایمان نیاورده بودن که رفتن. اگر پس چرا تو میگی یهودی؟ به خودت کلمه دیگه نیست بگم، بگو صهیونیست. گفتم صهیونیست با یهودی فرق داره به خودت تو ادبیات سیاسی. اصلا فرق، صهیونیست یه چیز دیگه است، صهیونیست یه چیز دیگه است. خدمت شما عرض کنم مقصرم خودشونن. بهش میگه دینت چیه، میگه یهودی. میگه نژادت چیه، میگه یهودی. الان من بگم دینت چیه، تو نمیگی من لورم، من کردم، من ترکم. بگم نژادت چیه، نمیگی من مثلا شیعه اثناعشری ام یا سنی حنفی ام. نمیگی اینو. چرا؟ میگین دو مقوله جداش قاطی کردی اصلا. اما به این یارو میگه دینت چیه، میگه یهودی. نژادت چیه، میگه یهودی. قرآن هم روی این مسئله دست گذاشته. هر جا میگه بنی اسرائیل با اینا راه میاد، به عنوان دین خدا باشون برخورد میکنه. اهل کتاب هر جا بهشون میگه یهودی، بهشون فوش میده. فوشا لعنتشون میکنه، لعناهم قاتلهم الله، خدا بکشدشون. همینجوری آورده. 9 جا در قرآن یهودی آمده، 8 جاش مستقیم فوش داده، یه جاش هم داخل پاکت. میگه ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه او حنیف بود و تسلیم امر خدا و مشرک نبود. یعنی اینا هم مشرکن و تسلیم هم خدا نیستن. این معنیش این میشه دیگه، اینا نبود. جالب، یه سوال براتون پیش میاد. میگید پیامبر ما دین قبلیش دین جهانی چی بود؟ احسن به شما که گفتی مسیحیت، یعنی سریع گفتی، اما احسن به اون شما که اصلا نگفتید. بگم چرا؟ به خاطر که مسیحیت دین جهانی نیست، یهودیت هم دین جهانی نیست، هر چند جهانی شد. متوجه اینها فقط برای قوم خودشان آمدن. فقط 2 تا دین بودن که جهانی بودن، دین حضرت ابراهیم و دین پیامبر ما. به خاطر هم پیامبر به دین این 2 تا، به این دین قبلی نبوده. پیامبر ما حنیف بود. متوجه شدید؟ گفت اگه از تو پرسیدن بگو من حنیف هستم، من پیرو پدران ما چی بودن؟ حنیف بودن. این رو شما بدانید. یعنی مسیحیت اصلا قرار نبود جهانی بشه. مسیحیت یک دارو بود برای پیکره یهود که اینا رو به سیستم برگردونه. نگاه کن، یهودی‌ها همچین آدم اهل بکش و اینجور چیزا بودن. حضرت مسیح اومد گفت بابا یه خورده آروم. کی گفته اینقدر اینا همین آروم یعنی چی؟ یعنی اینکه یه اصل نیست. برای نگاه کن، مثلا این یه بچه‌ای دارید خیلی شر تو خونه من میدوه، برمی‌داره یه دیاسپام بهش میدی، کپ مرگشو میذاره. خب دیگه خیالت راحت میشه. درست شد؟ اما این به این معنی نیست که کلا دیاسپام دادن به بچه یه رویه خوبی باشه. برای اون بچه این خوبه. گرفتید؟ داشت از این ور میرفت بیرون، حضرت مسیح اومد فرمون کشید این طرف. یعنی بیا تو وسط، نه که کلا فرمون اینوری باید حرکت کنی. متوجه شدید؟ به خاطر همین. اما دین جهانی شد، یعنی اومدن گرفتن بردن، در حالی که قابلیت جهانی شدن رو نداره، به خدا نداره اصلا. یعنی مواردی که یاد میده برای جهانی شدن نیستش. نمیتونه تمام نیازهای تو رو برطرف بکنه. به خاطر همینه که شما میبینی میرن آقا میگه نباید ازدواج بکنی. خب این مسخره است دیگه. نسل بشری مقتول نسل میشن که بخواد دین جهانی باشه. غیر اینه، اگه بخوای یه مسیحی خوبی باشی و این دین جهانی شده باشه، بعد کلا نسل بشری از بین بره. خب خودتون همینجور تشخیص میده. حالا یک چی بگیم، ولش کن. خب این پس همه یهودی‌ها اینطوری نیستن. الان یه چیز جالب به شما بگم. شما تا حالا مسلمان کافر شنیدید؟ یکی بگه. خندت میگیریم، یادم یا مسلمان یا کافر. اما یهودی کافر ما داریم. اینجا بحث یهود مد نظرشه. متوجه این؟ به خاطر همین وقتی ما میگیم یهودی، اون نژاد بد رو میگیم، اون دار دسته سامری و قارون و اونا رو میگیم. خب اونا هم یهودی بودن، حضرت موسی هم یهودیه. منتها اینا پیرو حضرت موسی، بقیه‌شون خوباشون که ما گفتیم اینا خیلی هم تعدادشون کمه ها. خوبه من که حل بشه. تعدادشون کمه. این نکته رو میگم براتون جا بیفته. همه یهودی‌ها این کارو نمیکنن، تعداد قلیلیشون این کارو میکنن، اما عموم کسایی که این کارو میکنن یهودیان. این دو تا رو بتونید اصلا تفکیک کنید. خیلی هم ساده است. فیلمو ببینید. چون انگلیسیتون خوبه من دیگه ترجمه نمیکنم دیگه. باشه، چون لهجه شما میدونم بریتیشه، اینا امریکن صحبت میکنن. اقرارهای تکان دهنده خانم ویکی پالین در برنامه تلویزیونی معروف اپرا سال 1989. نه اینجوری نیستش عزیز دل من. زیرنویسش سری میگذره. زیرنویس کردیم. جا داره تشکر کنم از بچهای بیداری اندیشی که این زحمت رو کشیدن. منتها دوستان
خدمت شما عرض بکنم، من زیرنویسش رو براتون میخونم. ما فکر کردیم این خانم دیگه هیچ اثری ازش نبود، فکر کردیم کلا پرپرش کردن رفته، چون دیگه هیچ بعد از این مصاحبه هیچ اثری ازش نیست. من اخیراً یه عکسی ازش پیدا کردم، شما به قول پیریاش هم ببینید، این مال 5 6 سال پیششه ظاهرا. خب اونجا دختر جوانی است که نشون میده. باورتون میشه همچین قیافه آدم قربانی کنه؟ دم کرده. نگاه کنید. میهمان بعدی ما با پرستش شیطان سر کار داشته و در مناسک قربانی کردن انسان و آدمخواری شرکت داشته. خوب دقت کن، من می‌خواستم کلمه کنیبالیسم رو بشنوید. ساکریفیس یعنی قربانی کردن، کنیبالیسم یعنی آدمخواری. او میگوید که خانواده‌اش نسل هاست که با این مناسک سر کار دارند. او در حال حاضر تحت درمان شدیدی است. به این معنا که او در حال سرکوب کردن تمام خاطرات ترسناک و دردناک دوران کودکی خویش است. راشل رو ببینید که برای حفاظت از خودش چهره خودش رو تغییر داده. شما از نسل کسایی هستین که مناسک زشتی دارن. اسم اصلیش ویکیپالینه. اینجا بهش میگه ریچل یا راشل. هر ریچل و راشل هم سرچ کنید تو اینترنت میاد، در مورد این خانم اطلاعاتی هستش. قیافش هم عوض کرده. بعد اینکه اومد این اعترافاتو کرد، گفتن این روانی شده. ناف بدبختو بستن به داروی شیمیایی. در پزشک روانشناس شما گفت بابا 14 15 تا دختر اینا اومده به من اعتراف کرده همچین مسئله رو. چرا یه پسر نرفته بوده؟ اینم سال 4م. اینا همه رو یه جا جواب میدم. خدمت شما عرض بکنم، میگه اینا روانی نیستن بابا، همشون دارن یه واقعه رو میگن. تحت فشار روحی بوده، طرف اومده گفته. تا اینو میگه 2 روز بعد خود این بنده خدا روانشناسه با ماشین خوش میندازه تو دره. دیوانه بوده دیگه، روانی بوده خودش. خودکشوندوندنش بنده خدا رو اینا. گفتن خودکشی کرده. از این خودکشی زیاد میکنن ها. آقا اگه روز بلای سر ما اومده، من اهل خودکشی نیستم به خدا. من همینجا دارم میگم. بله میگه شما، بله خانواده من این شجرنامه طولانی و گسترده داره و آمار کسایی که چنین کاریو میکردن و کسایی که چنین کاریو نمیکردن رو نگه میدارن. این کارشون هم برمیگره به سال 1700 میلادی. نکته شما دیدید که در تورات 3300 سال پیش بود. این فقط خانواده خودشو داره میگه. و شما هم در این مناسک زشت شرکت داده میشدین؟ بله. من در خانواده‌ای متولد شدم که به این کار اعتقاد داشتن. بقیه فکر می‌کنن خانواده شما این خانواده خوب یهودی است. میگه شاخ داشتید، مثلا این شیطان پرستو کار عجق و جق می‌کردید، گوشواره 1 کیلویی از خودتون آویزون می‌کردید، تابلو بودید. این نکته مهمی که گفتم ببینید 90 خورده درصد شیطان پرستی پشت سر این 4 تا جنگولک باز قایم شدن. عمدن هم اینا رو حمایت رسانه‌ای ازشون میکنن. تونستن جا بندازن. به خدا به ما بگن شیطان پرست کی میاد تو ذهنمون؟ اونا. اصلا و ابدا این نمیاد تو ذهن. از بیرون شما دختر یهودی خوب به نظر میرسیدین؟ دقیقاً. و شما همگی توی خونه شیطان رو میپرستیدین. بله، خانواده‌ای در سراسر آمریکا اینطوری هستن، فقط خانواده من نیست. سالانه 750,000 کودک در ایالات متحده گم میشه. بعضی اینا قربانی قاچاق اعضای بدن میشن، بعضی از اینا قربانی جنسی میشن، کودک آزاری، و بعضیشون تو همین مراسم ها قربانی میکنن اینها رو. خدمت شما عرض بکنم که کودکان فلسطینی هم بعضا گم میشن که اسرائیل میدزدنشون، برای همین مراسم استفادهشون میکنن. بعد از اسرائیل هم امریکا بیشترین تعداد یهودی رو در دنیا داره. 7 میلیون اسرائیل، 6 تا 7 میلیون امریکا، 1 میلیون هم تو کل دنیا پخشن. یهودیای تابلو، یعنی یهودی شناسنامه دار، میگه من یهودیم. معادل همین قدر هم یهودی مخفی داریم که یعنی فیلم بازی میکنه من مسیحی ام. الان رابرت مورداک یهودی میگه من مسیحی ام. یهودیه که تو همین کشور خودمونم چه بسا قاطی مسلمونا خوش قاطی کرده باشه، بهشون میگن مارانوس، برای پیش بردن اهداف خودشون پیگیریم. توی ترکیه اسمشون دونومه بود. گفتم دماخ یعنی گشتن. اینا برگشتن. هیچگاه اینا تو دین اصلی خودشون تو اسلام نموند، به دین اصلی خودشون برگشتن. اینا بعدها یکی از این یهودیان دونومه که خوب بدانید سندی که دارم براتون رو میکنم فوق العاده است. دایره المعارف جوداییکا خودشون گفتن که میگن مصطفی کمال پاشا از یهودیان دونومه بود. چه بر سر اسلام آورد در ترکیه. کی در این مورد میدونه؟ میگه حرفای عجیبی داری میزنی. میگه الان دیگه خیلیا، چون برنامه زنده تلویزیونیه دیگه، میگه الان خیلیا میدونن. خب من با کارگاه پلیس شیکاگو صحبت کردم.
خیلی از دوستام هم میدونن، صحبت‌های عمومی هم داشتم. چه اتفاقی در مناسک خانواده شما میافتاد؟ خب مناسکی که بچه‌ها رو در اون قربانی میکنن و شما مجبورید. بچه‌های کی؟ در خانواده ما کسایی بودن که بچه به دنیا می آوردن. اولویت با بچه خودته، نشد بچه کسی دیگه که گفتیم با اون ویژگی ها قدیس باشه و فلان. هیچ کس در مورد اونا چیزی نمیدونست. خیلی‌ها چاق میشدن طوری که نمیشد فهمید کدومشون بار دارن، یا اینکه یه مدت میرفتن و بعداً برمیگشتن. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که همه یهودی‌ها بچه قربانی نمیکنن، ما هم میگیم. منظورم اینه که این قضیه خیلی رایج نیست. این اولین باری بود که من شنیدم یهودی‌ها بچه قربانی میکنن. به هر حال شما شاهد قربانی کردن بودین؟ آره، وقتی نوجوان بودم منو مجبور کردن توی مراسم شرکت کنن و مجبور بودم یه بچه خردسال رو قربانی کنم. خدا وکیلی میگم، خدا وکیلی قیافه این آدم تو خیابون ببینی میخوره این آدم قربانی کنه جن پرست واقعی باشه؟ نه، تونسته جا بندازن. ببین چقدر قشنگ اینا کار کردن. هدف از قربانی کردن چی بود؟ برای چی قربانی میکردین؟ آلیستر کرولی گفت چی به دست میارید؟ قدرت. باریکالله. انرژی. for power. قدرت. از تو هم استفاده کردن؟ از خود تو هم در مناسکشون استفاده کردن؟ چندین بار مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفتم. مادرت چی کار میکرد؟ نقشو در این ماجرا چی بود؟ چرا نگو بابا چی کار میکرد؟ سال 4م. درست؟ باریکالله. می‌خواستم حواست جمع کنم. واقعا اینو من دانشگاهی نقل کردم چون اونجا بحثش پیش آمد و فلان. یکی از این دانشجو آقای خاطرخواه، فامیلش هم خیلی باحاله، خاطرخواه، خدمت شما عرض بکنم، ایشون برگشت گفت آقا اینجا هم بگو، جان ما اینجا هم بگو فلان، خوبه. گفتم باشه. آقا واقعا به این فکر کردی که چرا گفت مادرت، چرا نگفت پدرت؟ ببین جریان چیه. برای اینکه عزیزان بذار من رک به شما بگم، این ال بالاییه شدن خانم ها، ال پایینیه شدن شما. به ذات خانم ها نمیتونن یک سری گناه های فجیح رو انجام بدن. مدلشون اینجوری طراحی شده، نمیتونن، از دستشون بر نمیاد. وقتی داریم میگیم در مورد عمومیتشون داریم صحبت میکنیم. ما مادر فولادزرم از بین اینا بیرون میزنه. خب چند 100 تا مرد کار انجام میدن. خدمت شما عرض کنه. اما ببین عزیز دل من، هیتلر، اسکندر مقدونی، چنگیزخان مغول، موسولینی، نگاه صدام، هرچی، قذافی، نگاه کن، هرچی من بگم از قاطی مرد بدبخته. چی؟ نه اصلا نمیتونن. نگاه کن، این که نمیدونست قدرت میخوایم پخش کنیم یا نه، سر بریدن نشون میدیم اینجوری همشون مدل پیاده قیافه پیاده میشه. به ذات نمیتونن کارای وحشتناک انجام بدن. نگاه کن، قدرت نبوده. ببین مردها سر امام زمانشون رو بریدن، امام حسین. زنا 3 روز بعد رفتن جنازه رو دفن کردن. این خیلی مهمه. نه شما، من خودم جوابش میدم به نیابت از شما. یعنی عزیز دل من نمیتونه، از دستش بر نمیاد. به ذات اینجوری آفریده شده. چرت و پرت میگن اونایی که میگن مرد و زن مثل همن. بیا اینجا تو من جوابشو بهش بدم. خب اگه مردی بیاد اینجا من جوابشو بهش میدم، ثابت میکنم. اعصابم هم خورده سر این جریان. چی کوری بابا، مگه نمیبینی زمین تا آسمون با هم فرق دارن؟ چی اما یعنی اینا میدونید یه جوری بند خدا آفریدتشون نمیتونن گناههای خیلی وحشتناک قتل کشتار اینجوری انجام بدن. زبونشو جلوشو بگیره بهشته. فهمیدی چی شد؟ عزیز من دقت، جدی عرض میکنم، صبح تا شب بابا چه خبر؟ بس دیگه، بس دیگه. باز من اینوری با مطلقه رو بار میکنم. من میدونم مدلم اینجوریه، کلا توازن قدرت به وجود میارم. خدمت شما عرض بکنم، خوب گوش کنید، جدی میگم، من و تو بدبختیم، خبر نداری. صبح میزنی بیرون، نگاه کن، نگاه به نامحرم نکن، کله پایین، رشوه نده، رشوه نگیر، نزول نگیر، غیبت رو آخه من و تو هم میتونیم بکنیم، آخه کمتر، اما ما دستمون بازه، میتونیم که میکنیم. دروغ نگو فلان، پدر در میاد تا شب میاد. این یعنی باور کن اینا رو که در نظر میگیره، من خودم به ذات آرزو میکردم، باور کنید وقتی میبینم تو آخر اون دنیا چه بلایی میخواد سرم بیاد، آرزو میکنی زن باشه. اصلا ببین اینا به ذات تو بهشتن. گفتم اگر 2 تا چیزو بپان، حیا زبان، به خدا قسم به ذات تو بهشتن. میگه از دامن زن مرد معراج مثلا، بهش زیر پای مادران است. همه این چی خوبا ببین دست ایناست. نگاه کن، به خدا آقا دزده، آقا خرسه، نمیدونم فلان، بهم دست نزنید. گفتم ای بابا ما وقت نداریم. این یکیشونو نگاه کنید.
خدمت شما عرض بکنم که جنبه داشته باشید. خوب عنایت داشته باشید. بابا به خدا از زمین تا آسمون این دو مدل با هم دیگه فرق میکنه. بذار برات بگم. نگاه کن. نگاه تو کلیه. تو کلان نگاه میکنی. کلا با توناژ سر کار داری. تو کار ریزمیز و اینجور چیزا، گرم و اونس و اینجور چیزا نیستی. کلی یه چیزی بهت بگم. خانم ها جزئی ان. ریز دقیق روی چیزای جزئیات میرن ریز میشن. ببین الان به شما بگن سر سفره بگن لیوانو بذار اونور مرگت میگیره. بعدت میاد کارا چیه؟ اما بهت بگم باشه برو کیسه برنج 550 کیلو بزن اینجا، مثل تراکتور گوله خوشت هم میاد، بلند میشه میریم. بس گفتم دست نزنید. آقا مثال برات میزنم، به خدا اینا رو کی گفته زن و مرد مثل من؟ چرت و پرت محض دارم میگم. من که دارم میبینم دیگه. یکی رسید پیش حاج آقا، گفت حاج آقا با کفش میشه نماز خون؟ گفت نه. گفت ما که خوندیم شد. والا الانم همونه. من که دیدم، تو بگو نیستش. با من دارم میبینم به پیر به پیر. در نگاه کن، در نمیتونه یه چیزی رو باز کنه. در سوسیه، نمیدونم مربا، یه کوفته زهرماری نمیتونه درشو باز کنه. خانومت، خواهرت، مادرت، یه کسی میاد بالا سرت وای میسته، خودش دو دستی اینو تقدیم میکنه به شما. شما هم اینو اینجوری راحت بازش میکنی با دو انگشت، میبینه جلو چشت. نگاه کن. پس از همینجا میفهمی به لحاظ قدرت بدنی از زمین تا آسمون تفاوت داری. چون اون نتونست اومدی باز کنه. حالا نگاه کن. نکته جالبش اینه خانم ها بدونید آقایون لحظه‌ای که دارن اینو باز میکنن بلا استثنا خوششون میاد. به خدا اگه گفتن خوشکانش میشه. خب و جالبه اینا نگاه کن، اینا هم بعدشون نمیاد بگن وای من چه بدبختم زورم نمیرسه فلان نمیدونم چیزی. نه 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 اصلا این کار نمیکنن. جالبه لحظه‌ای که درو باز میکنی شما اینو تحویل میدی به خانومت یا اون خانومی که از بالاخره به شما داده، میبینی لبخند رو لباشه. یعنی جوری آفرینش صورت گرفته او از قدرتمند بودن تو لذت میبره و تو از عاطفه اون. کی میگه مثل همن؟ آقا بلند میشی میری یه خونه ای، به خدا دیدم اینا رو، بلند میشی میری یه خونه ای، برمیگردی یهو خانومت برمیگرده. دیدید آقا اگه ازدواج هم نکرده باشی که انشالله همتون ازدواج بکنید، گفتم دیگه دیروز حکمشو، امروز حکمشو کامپلت دادم خدمت شما عرض بکنم. میری یه خونه ای آقا میبینی که مثلا برمیگردی میگه که آره دقت کردی اون منگوله‌های مثلا پرده هاشون چجوری بود؟ خانم به خدا میگی بابا لامصب مگه اینا پرده داشتن اصلا تو ندیدی؟ به خدا میگم مثلا میگه تلویزیونش و مدلش دیدی، تلویزیون از ما بهتره. اصلا نفهمیدی چند اینچ بوده. چرا؟ تو نگاه ببین مدیریتی هم که برای تو اسلام در نظر گرفته و نه برای اینکه دارم میگم اسلام، برای اینکه اون دینیه که بر مبنای تو آفریده شدی، اونی که برای تو اینقدر ما با این بازی کردیم تا آخر فهمیدم بعد آب بیارن. خدمت شما عرض بکنم برای تو در نظر گرفته. نگاه کن میدانه مدیریت کلان میده، تو مدیریت جزء میده بهشون. آقا شما برو یه روز بیرون یه ضد حالی میخوری تو دانشگاه، برمیگردی خونه مادرت میفهمه بابا انگار نه انگار، اصلا تشخیص نمیده، نمیتونه، همچین ابزاری در وجودش گذاشته نشده. ببین شدیداً مردان استدلالی، خانم ها احساساتی. نه این که شما احساس نداشته باشید و اینو استدلال نداشته باشن. آقا برای چی نمیتونید جواب بدید؟ حرف مفت میزنید. ببخشید بعضی میگن زر مفت میزنن، من اعصابم خورد میشه. حضرت علی تو نهج البلاغه گفته زنا نواقص العقول ناقص العقل. میگه نه حضرت علی نگفته. گوش کنید، گفته. آقا برو ببین چرا گفته. تو اگه قبول داری اون معصومه برو ببر دنبالش. بله عزیز دل من، تفکر با عقلانیت فرق داره. زن قدرت تفکر داره اما تو حوزه استدلال ضعیفه. یه حقیقتی من دارم میبینم. من خیلی این دانشگاه مملکت رو میرم، تو دانشگاه فنی که نیاز به استدلال ذهنی بیشتری هست خانم‌ها کمتره، اما دانشکده علوم انسانی کامپلت دست ایناست. کامپلت باور کنید دانشگاه پزشکی کامپلت دست خانم‌هاست. اونجایی که در مقابل تو استدلالات قوی‌تره، احساساتت ضعیف‌تر. نتیجهش میشه این. گرفتی چی شد؟ ببین در این طرف خانم‌ها استدلالشون ضعیف‌تره، قدرت تفکر فرق میکنه با عقلانیت‌ها. گرفتی چی میگم؟ نه اینکه اینا احساس نداشته باشن شما اصلا استدلال نداشته باشین، نه، اما چون در شما احساسات قوی تره شما هیچگاه به این گناه‌ها آلوده نمیشی، دوچار گناهانی میشی که استدلال درش ضعیف تره. یعنی چی؟ غیبت. یعنی فکر نمی‌کنی به عاقبت این کار که حتی به لحاظ دنیوی اگه حرف به گوش طرف برسه چی میشه، اگر فلان بشه چی میشه. کمتر نمیگم خدای نکرده اصلا و ابدا نیست. این تفاوت از زمین تا آسمون، تو همه چی تفاوت هستش عزیز دل من. و اینو بهتون میگم، یه خانم کانادایی اومده بود ایران، من باش صحبت میکردم، ایشون مسلمان شده. بهش گفتم چی شد مسلمان شدی؟ گفت من قوانین حقوق زن در اسلامو دیدم مسلمان شدم. یارو طرف کشور وسط اشغال بوده ها، اینی که آرزو میکنه بعد از این یه بکشه خودشو برسونه مثلا ارمنستان، از اونجا برسونه خودشو یه ساکی کنه بگه من دستمو زدم اروپا برگشتم. اون وسط اونجا تو غربن، تو کانادا بوده، شمال امریکا، خدمت شمال قاره امریکا مثلا. بهشون میگم برای چی؟ میگه مردای مسلمان ناراحت نیستن از این همه بگم پوان هایی که نسبت به زنان داده شده.
گفتم چی میگی بابا، ما صبح تا شب باید جواب اینا رو بدیم، چه صبح تا شب انجمن‌های فمینیستی جنگولک بازی اینا رو میندازن. بعد خدمت شما گفت برای چی بگید من بیام باشون صحبت کنم. گفتم تو اول جواب منو بده، تو این موارد یه نفر اینجوری میشه من سریع میشم مخالفش، میخوام ببینم طرف چی میگه تا جایی که بتونم مخالفت میکنم. آقا یه قوانین از اسلام این در مورد زنان گفت من به عمرم نشنیده بودم. گفتم پاشو برو، تو پاشو برو، همون خارج تو ایران باشیم ما مردا بدبختیم به خدا است. آقا شما نمیدونی بابت شیر دادن زن میتونه پول بگیره. وظیفه‌ش بچه بدونه باید شیر بده؟ میگه نه وظیفه‌ش نیست، اسلام میگه باید. آقا ببین توی خارج عزیزان بدانید زنی که سر کار نره رو میندازنش بیرون از خونه. مرد میره زن میگیره که هم میل جنسیش ارضا بشه، از طرف یه حال کردن بچه هم به دنیا بیارن، نشد مهم نیست، اون زنه پولم بیاره. متوجه شدید؟ فقط همینه، سر کار نره بگه میخوام بشینم تو خونه، میندازش طلاقش میده، میره یکی دیگر رو میگیره. کثافت هم تا جایی است که در کشور مکزیک خودشون اعلام کردن در میان زنان متعلقه و طلاق داده شده، زنانی که دختر دارن بیشتر زودتر ازدواج میکنن. یعنی مرده میگه من هم صاحب زنه میشم هم دختراش. اینقدر کثافت داره بیداد میکنه. عزیز من شما چه میدونی چیه؟ دهنا رو با کردن، چشا رو بستن، نمیدونه داره به چه دینی توهین میکنه، نمیدونی چه قوانینی رو داری نادیده میگیری. فوق العاده است، فوق العاده است به خدا قسم. برای دلیل میارم. آقا توی اسلام نمیتونی بزنه. الانم این اتفاق تو کشور خود ما افتاده، مردها دنبال زنان کارمند میگردن. برای چی؟ به خاطر اینکه میخواد درآمد مالی داشته باشه. یعنی دیگه یک شأن زن اومده پایینتر، شما خبر نداری بلا سرتون اومده، فکر میکنی آره ما رو در جامعه پذیرفتن، اصلا و ابدا نیست. اون اصلا اگه بخواد شما برمیگرده نگاه میکنه بهترین شغل‌ها و پردرآمد در اینها رو هم انتخاب میکنه. متوجه شد این اتفاق افتاده. کمتر دیگه پسری میگه من زن خانه دار میخوام بشینه تو خونه، وظیفه منه برم بیرون. نه که بشینه تو خونه بپوسا، کارکرد اجتماعیشو داشته باشه، بره اینور کلاس نمیدونم هنری میخواد بره چه میدونم آموزشی بده، هر کاری میتونه انجام بده. این اصلا به اون معنا نیستش. در اسلام تو نمیتونی اینو بفرستیش سر کار. میشینه تو خونه میگه حال میکنم بشم تو خونه، تازه باید حقوقم بدی بابت بچه بزرگ کردن. میدونستی شما یا باید کلفت بگیری برای زن برای کار خونه، میتونه دست به سیاه‌سفید نزنه، حقوق اسلامیه. دیدی گفتم این خانم خطرناکی، گفتم پاشو برو بریم بابا، منم دارم خطرناک میشم. خدمت شما عرض میکنم آقا قوانینو داشته باش. میگه چرا یه مرد میتونه 4 تا زن بگیره؟ اصلا به این فکر کردی چرا 4 تا؟ چرا نشد 5 تا؟ چون خمس بهش واجب میشه. خدمت شما عرض بکنم نه عزیز من، واقعا کسی به این فکر نکرد بابا چرا 5 تا نشد، چرا 6 تا، چرا نگفت 3 تا؟ به اینا فکر نمی‌کنی. فقط قرآن میگه فلان فلان شده ها لقوم یعقلون، یک کم اون کوفتی زهرماری رو کار بنداز، نایلون کشیدی روش آک مونده. خب آقا ببینید چه جوریه. تحقیق انجام شد، نتیجه فوق‌العاده و شگفت انگیز. دقت بکنید در میان اعراب جاهلی که واقعا هچل هفت بودن اینا، اصلا نگاه کنید ویل دورانت میره چی میگه؟ میگه شما از محمد چه میخواهید؟ معجزه از این بیشتر که عرب جاهلی را وادار به این کار کرد که روزی 5 بار خودش را بشوید. وضو گرفتن رو داره میگه معجزه از این بیشتر، چون نمیشناسی به غیر از قبیله قریش که اینا متمدن بودن تو شهر زدیم، بقیهشون درب داغون بودن. یارو 6 ماه حموم نمیرفت، یه شتر میشناخت، یه بیابون، یه خرما، تمام شد رفت با هیچ کاره. اشعار اعراب جاهلی رو بخونید، میگه من افتخارم این است که برادر خودم رو توی بیابون خف کنم، بکشمش، به زنش تجاوز کنم. ببینید اوج مثلا یه شعر و شعور یک نفره، بالندگی فرهنگی یه جاری داره نشون میده. آقا معجزه رو داشته باش. گفتم و علم الآدم اسماء کلها، معجزه این دین علمه. معجزه زمان موسی جنگیری و جنگیری و جادوگری بود، یه پیغمبر فرستاد در حد ال کلاسیکو حرکت زد. جنگیری در زمان جادوگری موسی، جنگیری سلیمان، پیغمبر فرستاد همه اون جنگیرا و دم و دستگار همه رو گفت بشینید حمالی کنید واسه معبد بسازید. خدمت شما در زمان حضرت عیسی پزشکی میبینید چی میشه؟ مرده زنده میکنه. و آرام آرام آمد. عزیزم گذشت، بشریت بزرگ شد، گذشت کارتون نگاه کردن، نمیدونم عصا اژدها بشه، مار درست بشه و اینجور چیزا. بچه که بزرگ میشه معجزات کارتونیه. بچه بزرگ درس میخواد، کتاب میخواد، معجزه شد کتاب. اولش هم با اقرا بخوان، علم و علم الانسان ما لم یعلم اومد. و ویژگی خدا اینه، از تو خونه فرعون نگاه کن، از تو خونه فرعون موسی بیرون کشید، از تو دل جهل نفهم ترین انسان ها، از تو دل اینها
نهایت علم رو بیرون کشید که به عقل جن نمیرسید. خوب دقت کنید اینا رو، اینا مسائل مهمی است. آقا این عربا 40 سال فقط اوس و خزرج سر یه شتر با هم می‌جنگیدن. میخوام ببینید چقدر نفهم بوده. مرداشون کشته میشدن، نسبت جمعیتی شده بود 4-1. عربا اومدن پلیتیک زدن، رفتن تو دارالندوه نشستن گفتن چه غلطی بکنیم ما، اینقدر زنا ریختن تو خیابون دیگه نداریم با چه شوهرشو بدیم اینا رو. رو دستشون باد کرده بودن. چیکار کردن؟ گوش کنید. گفتن از این به بعد دختران که به دنیا اومدن میکشیمشون. به ای زن بن قتلت رو برای همین گفت اینا رو میکشیم. آخه آیکیو اندازه مگس فکر نداری واسه خود حرف میزنی؟ اینا اگه همه دخترها رو میکشتن و ننه اینا کی بوده؟ و زن اینا کی بوده؟ بچه‌ها از کی به دنیا می اومدن؟ نه عزیزم، رنج داشت برای خودش. 4 تا دختر که به دنیا می اومدن میکشتن، 5می رو نگه می‌داشتن که برابر بکنن نسل رو. به ذات عزیزان بدانید تعداد نوزادان پسر بیشتر از دختره. به ازای 100 دختر 105 پسره، اما به سن ازدواج که میرسن دخترها همیشه بیشترن. این دلیل چیه؟ مرگ و میر تو پسرها بیشتره. دخترها زودتر به سن بلوغ میرسن، به آمادگی ازدواج میرسن، پسران دیرتر. این باعث میشه اصلا هیچ جای دنیا سراغ نداری که پسرها بیشتر از دخترها باشن. عمرن پیش نیامده. فقط یک جا، چین، فقط کشور چین، اونم توضیح بهتون میدم. خدمت شما عرض بکنم که اینا میافتن دخترها رو میکشتن. خیلی جالبه. آخه خانم ها بیشتر هم عمر میکنن ها. به لحاظ عمر خانم ها خیلی بیشتر عمر میکنن. شما از ژاپن میری میبینی یارو 110 سالشه، پیرزنه رو ویبرس داره راه میره. اصلا تعجب میکنی، عمرشون هم بیشتره. خب بعد حالا فرض کنید جنگ ها رو در نظر بگیرید که عموما مردان کشته میشن. خب اینا باعث میشه همیشه زنا بیشتر باشه به صورت عوامل طبیعی و غیر طبیعی. خب پیامبر اومد بهشون گفت خب نفهما فلان فلان شده، بهمان شده ها، چرا میکشید؟ هر کدومتون 4 تا زن بگیرید. حلش کرد ماجرا رو. اگر میتونی، اگه مردی یه راهکار بهتر بده، نامردی نمیتونی بگی. ببین جرید کردم، نمیتونی. من نشستم خودم پدر خودمو در آوردم فکر کنم یه راهکار دیدم، نمیشه. اصلا و ابدا نمیتونی. کار خدا رو نگاه کن. الان آیه ترکیب جمعیت اونجوری؟ خیر، فقه تو پویاست. میگه الان برای زن دوم باید بری چیکار بکنی؟ اجازه بگیر. یک سوال، مرد برای هوسرانی میره زن دوم میگیره، قبول، من اینو میپذیرم، اصلا میپذیرم، به عنوان شهوت رانی میگیره. زن دومه چرا حاضر زن دوم بشه؟ چرا از این ور جواب نمیدید؟ ناچاره. باریکلا. آها، تو اروپا این تعریف نشده ها. تو حقوق مدنی اروپا این تعریف نشده. میدونی اسمش میشه چی؟ فقط یک زن میتونی داشته باشی در حقوق مدنی. فرد دوم نام معشوقه به خودش میگیره که هیچ حقوقی نداره. اسلام میگه چرا این کارو میکنی؟ اون نیاز جنسی داره، اون نیاز داره به عنوان یک انسان. خب حالا شما فرض بکنید زنی شوهرش بمیره، دختراش بیشترن و زن شوهر مرده رو پیدا کنیم یکی واسش. ها چی میشه؟ اسلام میگه که تو میتونی با ازدواج اولا ببین مسیحیت نیست که میل جنسی قبیح باشه، نه، آزاد، خیلی درست در قابل در یک چارچوبی. میگه چون اون نیاز داره، باریکلا، میتونید این رابطه باشه، منتها زمانی که ایشون صیغه شد یا به عنوان همسر دومی پذیرفته شد دیگه حقوق داره، نمیتونه امروز باشه یا نباشه. مارادونا بچهش با معشوقش 4 ساله بود ازدواج کرد. هم مارادونا فوتبالیست با معشوقش رابطه جنسی داشت. بعد اون بچه هیچ حقوقی نداره در کشور آرژانتین، هیچی، اصلا کأن لم یکن شیئا مذکورا، معلوم نیست چی هستین. متوجه شدید؟ اینا باید پاسخ بدید. کسایی که همینجوری دهنا رو باز میکنید، چشا رو میبندید، بتونید به اینا اول جواب بده. اول اینا جواب بده، تازه من حالتو میپرسم. آقا من به این خانم گفتم پاشو برو، تو خطرناک. آقا زدن زن. آره چینو بهتون بگم، تو چین فقط میتونن یه بچه داشته باشن، درسته؟ اونا میان با دستگاه سونوگرافی تشخیص میدن، بچه که پسره نگهش میدارن، دختر باشه سقط جنین میکنن. باعث شده جمعیت پسران در چین 10% بیشتر از دختران باشه. برای اولین بار دست بردن تو خلقت خدا، بیچارگی و بدبختی دارن میکشن. حالا دارن میزنن تو سرشون احمقا. همون اتفاق اعراب جاهلی داره میفته. چی؟ به ای زن بن قتلت داره میفته. دارن زنان رو میکشن. خدمت شما عرض کنم، دارن میزنن تو کلهشون، کلی قانون کشتن در آوردن. قانونش میبینید چیه؟ داشتن دستگاه سونوگرافی حکمش اعدام است. این قد ماجرا فاجعه شده. کجای کاری؟ آقا چرا اسلام گفته زنو میزنی؟ اولا با خدا وکیل این چه زدنی؟
گفت نه که فکر کنه میزنی، میگه اگر به حرفت گوش نداد در درجه اول باش صحبت بکن، نشد باش همخوابه، نشد فلان، دوری کن، آخر دیگه مثلا بزنش. بعد زدن رو داشته باش. اولا که میزنیش هیچ جاش نباید کبود بشه، چه جور زدنیه، بعد بزنید دندونا بریزه تو دهن شپلق بیرون. خب اما نه عزیز من، اینجا رو داشته باش. حدیث میاره خیلی عجیب، میگه زن رو میخوای بزنی با شاخه ریحون بزن. مچل بودن خودتون رو فرض میکنید. به خدا یه ریحون دست، یه ریحان یعنی گل، یه برگ گل دستت بگی، بگو دستتو بگی. بعد خود میگی بابا ما چقدر ضایع شدیم، اینا فعلا مینوزی کنار. میگه با چوب مسواک بزن. بابا چرا روی این احادیث و این روایت فکر نمیکنید؟ یعقلون یه کمی فکر کنید. چوب مسواک اندازه سیگاره. مکه میرفتن میآوردن، بگی دستتو. من که بگی چشش اینجوری یه کاری بکنی بابا، مگر نمیشه آخه. من هر کاری بکنی نمیشه آخه. میری بابا من چیکار کنم اینو؟ یه یاروی زنش رفته بیرون، دیر اومده بود. شوهرش اومد گفت تنها چیزی که به شما گوش کن، میگه زندگی همچون خیمه است که ستون آن مرد خود خیمه زن. مردان قوامونن، قوام از ستون به معنی ستون میاد، قائم ستون. میگه این ستونه. جالبه حتی شما نگاه بکنید این خیمه بدون ستون بازم میگن خیمه افتاده است. درسته، اما اون ستون هیچ معنی نداره. متوجه شدید؟ به خاطر همین خیلی عجیبه. دقت بکنید خانواده هایی که پدر از دست میدن، مادر خیلی چتر محبتیشو محکمتر میندازه. این خیلی عجیبه در وجوده. اصلا محبت زن قابل مقایسه نیست. پدران تک تک شما فلان فلان شده ها، به غیر از ردیف اول که بزرگان ما هستن. خب خدمت شما عرض بکنم بلا استثنا موقعی که ونگ و وونگ میکردید، خب به دنیا اومده، بلا استثنا حداقل یک بار تو ذهن مبارکشون اومده که متکر بذارم این لامصب خفش کنم. قطعا اومده، یک بار اومده. اما مادر امکان نداره اصلا دور نمیکنه بچه رو از خودش، دور نمیکنه. حالا فهمیدی چی شد؟ بعد از ازدواج عزیز دل من، بعد از ازدواج مرد تبدیل میشه به مرور زمان موجودی استدلالی و خشک و خشن و فیزیکی که قدرت احساسات داره، و زن میشه موجودی احساسی که قدرت منطق داره. کامل شدی در دوتون. در نگاه اسلام زن و مرد مثل دو تا آجری که هشتی شکل به هم تکیه دادن. اینو برداری این افتاده، اینو برداری این افتاده. اینجوری نیست که بود و نبوده این برای این فرقی نکنه. اصلا و ابدا فوق العاده است. امروز آقا رسیدن به این مطلب. آقای دکتر قدیری ابیانه، نماینده سفیر ایران در مکزیک، یه سخنرانی میره در مورد حقوق زن در دانشگاه مکزیک میکنه. 380 نفر مسلمان میشن. 8 نفر از فعالان فمینیسم مکزیک. میگه بابا ما کل داشتم فعال فمینیسم یعنی خیلی حقوق زن میخواد، فهمیدی؟ میگه اوه حقوق ما اینجا بوده. تمام این حقوق داده، فقط به تو گفته نگاه کن، گفته که شما از این اجازه بگیر. این مدیر خارجی، تو مدیر داخلی، این مدیر کلان، تو مدیر خرد. اگه بخوان همه کلان نگاه کنن فله‌ای میشه زندگی، جزئی نیستش. فوق العاده است به خدا. اینم آخرش بگم بحثم ادامه بدم. میگه مردی زنش دیر اومد خونه، گفت کدوم قبرستون دره بودی؟ گفتیش رفتم خونه خواهرم. بعد گفت خب باش. هیچی بهش نگفت. صبح که برای نماز بلند شد، این رفت نگاه کرد، دید رفته داره تو حیاط وضو میگیره و مسواک بزنه برای نماز. منتها به جای مسواک معمولی دسته بیل داره میکشه دندوناش. نه با چوب مسواک بری تنبیه بکنی، اونم زرنگ بوده. علی حال حالا ببین عزیز دل من، این چه با 48 ساعت تأخیر شما میخندید بابا؟ اینا آدم یاد اون جوک افتادن و اینا. خب برمیگرده این بابا یارو خارجی میگه مادرت چی کار میکرد؟ یا اصلا باباش نمیپرسه. حالا جالبه داشته باشه به مادر این کیه، نقش او در این ماجرا چه بود. خب من هنوز همه خاطراتمو برنگردونم، اما خانواده مادرم کاملا در این جریانات نقش داشتن. میدونید مادرم منو به این کارا کشون، هر دو پدر و مادرم منو به این کارا کشوندن. نه باباش اخفالش کردن. ازش میپرسه الان مادرت کجاست؟ این چی میگه؟ خور میکند، لولو است، یه گوشواره 3.5 کیلو دارد ها، کله اش را نصف تراشیده، ابروی چپش را زده. نه عزیز من، نگاه کن چی کار است. اون توی شیکاگو زندگی میکنه، عضو کمیسیون ارتباط انسانی شهر و شخص محترم، نماینده حقوق بشر شهرشونه. گفته دوزارید. ببین زنه چیزی تعجب میکنه، این حرف تعجب داره والله. آقا این گذشت، شما همینو میگی. پس ببین این اتفاق بوده.
اولا که چه برخوردها شد این خانم ویکی پالین سری سانسور خبری شد اینا. گذشت سال 1999 یک خبرنگار سپیچ سیریش به اسم الکس جونز شروع کرد بره این ور اون ور سرک کشیدن. متوجه شد یک مجسمه‌ای در ایالات متحده هست در شمال کالیفرنیا به این قد و قامت، همون جغده. حالا میفهمی عزیزان که راز دلار منو دیدن یا خوندن چرا گوشه دلار جغد هست؟ جغد پرستانی که تونستن مخفی خودشونو ادامه حیات بدن. بعد همه از خودشون میپرسیدن چیه، نمیدونستن سازندش کیه، فقط میدونستن هر سال تمام کله گنده های امریکا و دنیا میان در ماه جولای میرن در این منطقه که معروفه به بوهمیان گروو. عزیزان این کلمات رو سرچ کنید تو اینترنت خودتون کلی مطلب میتونید در موردش پیدا کنید. بوهمیان گروو یعنی بیشه، شکارگاه، گروو. بوهمیان بوهمی ها. بوهم ژاکوب بوهم همون کسی که تو مقاله ایکس هم در موردش توضیح دادم که 1600 میلادی دستش اینجوری گرفته. اینا از فرقه اونن. خدمت شما عرض بکنم این تصاویر رو مردم آمریکا دیده بودن، میگفتن هیچی، یک مثلا اردو تشکیلاتیه. بعد اینا میگفتن بابا این چه جور اردو تشکیلاتیه؟ هم سیاستمدار اونجا هست، هم خواننده، هم نویسنده، همه معروفا، کله گنده‌های دنیا. وجه اشتراکش اینه که همشون کله گندن، معروفن، بزرگن، آدم تو چشم میان. بعد خدمت شما عرض کنم پاسخای داده نمیشد. این عکس من سال 1900 مثلا 10 20. ببینید اون همون عکسی که تو فیلم استفاده شده بود، یک آن جلو چشم شما میگذشت. اینا چی این لباسای عجیب غریب چه تنشون میکنن؟ و بی سی رازش چیه که یک جغده، یک تشکیلات به شدت پیچیده و قدرتمند در ایالات متحده به اسم بوهمیان بی کلوپ بوهمیان ها، همین ها هستن که میرن در بوهمیان گروو، شکارگاه بوهمیان ها، هر سال جمع شن. خدمت شما بعدها عکسای جدیدتر هم ازشون در اومد، مال 1991 این عکس. بعد عکسایی بود چیزا عجیب غریب نشون داده میشه، یک تابوت میدیدن دارن میبرن به سمت این جغده. این اون که میگفتم جغد توی گوشه دلار هست، همون جغدی که به کجکی الان بود. خدمت شما عرض بکنم مواردی اینا لباسای پیچ عجیب قرمز تنشونه، بعد جلوی جغده آتیش روشنه داره دوزاریا میفته. خدمت شما عرض بکنم و این در این عکس که تابلو واضحه که آتشی جلوی جغد روشن شده. خدمت شما عرض بکنم که حتی مثلا در تصویری از پدر جورج بوش شما میبینید همین جغده بی سی روی کلاهش خورده، حالا نمیدونم اینجا نسبتا دیده میشه، تصویر تو لپتاپ بهتره. خدمت شما عرض بکنم که اینا توجه الکس جونز رو جمع کرد. الکس جونز بلند شد، حواستون به من باشه، 1999 ماه جولای که اینا جمع شدن رفت با کارت خبرنگار سپیچه لس آنجلسیه، کارت خبرنگاریش رو گرفت، گفت سلام علیکم، کلاش انداخت با دوربینش بره تو. من کجا عزیزم؟ گفت من خبرنگارم. گفت باشه خبرنگار. گفت من میخوام برم فیلم بگیرم. گفت خب نمیذاریم فیلم بگیری، اینجا فرق میکنه. آقا کش خودش رو راشن. گفت بابا من رفتم از مهمانی خصوصی رئیس جمهور فیلم گرفتم. گفتش که نه اینجا فرق میکنه، نمیتونی راه. این حس خبرنگاریش همچین جری شد که بره ببینه اونجا چه خبر. سال بعد یک هفته قبل از این که مراسم شروع بشه بلند شد رفت اونجا. از یه هفته قبلش رفت تو جنگل قایم شد. فیلمش هست، بنویسید الکس جونز، دانلود الکس جونز، اصلا فیلمش میاد. اینقدر تابلوه. منتها 3-4 ساعتی باید بگردید. اگه خوش شانس باشید شاید زودتر پیدا کنید. چون سریع امریکایی‌ها لینکشو میزنن، لینک دانلودش. ما هی میذاریم اونا هی میزنن نامردا. صبح تا شب کار ما این شده. 20 نفر دانشجو گذاشتیم صبح تا شب هی دارن آپلود میکنن، اونا میزنن. فقط پیدا میکنن نام. خدمت شما عرض بکنم که توی اونجا از لحظه‌ای که رفتن توی، من یه تیکه فیلمش دارم خودم، از لحظه‌ای که رفتن توی باغ توی اون منطقه جنگلی دارن فیلم میگیرن. همینجوریه. مثلا فرض کنید رئیس جمهور فردا بخواد بیاد اینجا، فردا بخواد بیاد، تو الان میتونی بیای اینجا، فرداست که نمیتونی بیای. درسته؟ اون منطقه مردم میرفتن میدیدن بابا جنین جغد زغال ریخته، آتیش ریخته، هیچی نمیفهمیدن. یه سری امکانات هست، دستشویی هست، مثلا رستوران های اونجا هستش فلان. آخر الکس جونز سال 2000 میره اونجا قایم میشه. شب هنگام که جشن اینا شروع میشه تو تاریکی شب این میاد بیرون. اون چه رو که میبینه باور نمیکنه. جالب اینجاست از تمام صحنه ها فیلم گرفته. ایشون من یه تیکه فیلمشو میذارم ببینی. خدمت شما عرض بکنم الکس جونز هم بله تا این فیلمو گرفت اومد بیرون، فیلمو پخش کرد تو اینترنت، گفت اگر منو کشتن کار ایناست. اما اصلا و ابدا حق نداره با شبکه‌های بزرگ مصاحبه انجام بده و فلان. یک تلویزیون آنالوگ داره، دیجیتال نیست، از این آنتنیا.
تو لس آنجلس همینجا خبر پخش میکنه. جالبی که کارهای عجیب الکس جونز اینه که 6 ماه قبل از 11 سپتامبر پیش بینی کرده بود. فیلمش هست، میگه منتظر باشید عربا با هواپیما بزنن به این ساختمونا. همینجوری میگه، قشنگه. حالا هواپیماش اگه مطمئن نیستم گفته باشه، اما میگه عربا این ساختمونا رو خراب میکنن به بهانه ما جنگ را میندازیم. اما کسی حرفش نشنید. تو فیلم 2012 اینو میگه ها. تو فیلم 2012 3 دسته پژوهشگر نشون میده. پژوهشگر اول اون بدبخت خلوزی که تو بره بیابون داره کار میکنه، اون امثال الکس جونز اینان حقیقتو میگن اما به رسانه دسترسی ندارن، خودش باید برای خودش رادیو درست کنه. درسته؟ دسته دوم اون هندی است، پژوهشگره، در مسیر اینا کار کرده اما از نژاد برتر نیست و با دولت‌های صهیونیستی ارتباط نداره، اونم میمیره. اما این سیاه پوسته چون داره وام میده به قولی در علم خودشو در اختیار ثروتمندا قرار داده، میبرنش با خودشون. تمام شد. دلیلش اینه. اینا قشنگ داره جا میندازه. صداش هم نگاه کنید، این گوشه رو میبینید، این توی کارتونی قایم کرده، این کادرشو مشکی کرده، این گوشه برای همین بسته. نگاه بکنید، یک چیزی رو میندازن تو آتیش، میگه دور شو ای غم ملال آور، انرژی منفی برو. میخواد چی بگیره؟ قدرت بگیره، انرژی مثبت بگیره. این انرژی بازی‌ها رو حواستون باشه ها. به خیلی اسمای چیزای دیگه براتون جا میندازن. دقت کنید، آتش رو روشن کردن. الکس جونز نسبت به مراسم اینا هیچ اطلاعاتی نداره، فقط فضوله. رفتی دیده. حالا جالب می‌بینی جنازه رو انداختن تو آتیش، شروع میکنه کنار دوربینش حرف زدن. ببین چی میگه. میبینید که اونا مجسمه شبیه انسان رو میسوزونن. بعد خوب نگاه میکنی میبینی خیلی شبیه آدمه. خب عقلش نمیسه آدم کسی آدم بنازه تو آتیش. بعد میگه فکر کنم مجسمه است، فکر کنم مانکنه مثلا اونجا انداختنش. بعد میبینی نه بابا خیلی شبیه آدم. میگه اما ممکن است انسان واقعی هم باشد. آقایون خانم ها، اینجا در این باشگاه اتفاقات عجیب زیادی رخ میدهد. میگه در شمال آمریکا. الکس جونز که این کارو کرد، شروع کرد علیه فیلم ساختن، کارتون ساختن، مسخرهش کردن. یکی این کارتونای تیکشو ببینید جالبه. ببینید کودکی رو دارن میخوان قربانی کنن. نکته، مگه الکس جونز گفت اینا کودک قربانی میکنن؟ نه. ببین تو کارتونی که ساخته یارو خودشو لو میده. کارو خدا رو ببین. در مورد این کودک دقت بفرمایید. یک چشمش درشت بیرونه، چشم دیگرش رو موهاش رو ریخته. به این آرایش مو میگن ایموشن. خدمت شما عرض بکنم این مال مصریان باستانه. بچه قبل از این که به سن بلوغ برسه در مصر باستان باید موهاشو میریخت روی چشش به صورت تک چشم. بعدن همین صهیونیستایی که نفوذ کردن در میان ژاپنی‌ها دقیقاً تو کارتون اینو یاد دادن، گفتن این کارو بکن. الانم که آرایش موی امو که دیدید بعضی از این دختر خانم‌ها موهاشو میریزن روی طرف روی چشش، اینا خودشون نمیدونن چه الگویی دارن استفاده میکنن. یعنی اگر مدل موش روی چشش ریخته میشد به این معنا بود که این به سن بلوغ نرسیده، کودک چیه؟ معصومه. ببین اینو دارن میندازن تو آتیش. وقتی میندازن تو آتیش پشت قفس نگاه کنید، صلیب معکوسه. این علامتی که کجای کار کرده بودید اونا؟ اون طرف. این ورم هستش. خب نماد مسخره کردن مسیحه. جشن بالماسکه. خب الکس جونز رو شبیه مادر روحانی نشون میده، مسخرش میکنه. اینا رفتن تو بوهمن گروف پریدن پایین، ماسک میزنن که لو نرن، با دیده شب نگاه میکنن. ببینید مسخرهشون میکنه. به جای مجسمه مولخ و جغد، مجسمه چی میبینید؟ شبیه به آنتوان لاوی، بنیانگذار شیطان پرستی نوین در امریکا. ببینید چه قشنگ. یعنی ما اینا رو قربونی اون میکنیم. این کسی بود که اینا رو اصلا اسمو مطرح کرد، شیطان پرستی. اینا از خداشون این کلمه استفاده بشه، از خداشون یک مورچه چه کله پاچش بشه بابا، شیطان چی پرستیدنش بشه. و اینو بدونید بنده جلسه سخنرانی میزنم به اسم احتضار شیطان، یعنی جان دادن. شیطان به آخر عمرش نزدیک شده.
چون میدونید با چه اتفاقی که گردنش زده میشه. اون اتفاق ملموسه، قشنگ حس میکنیم ما اینو. به این رعد و برقایی که میزنه دقت کنید. برای قربانی کردن رعد و برق میزده میشه. اینو کجا دیدید شما؟ رعد و برق خوردن برج بابل. خود همینم آرایش چهره شبیه آنتوان لوویه. به این بچه رو میندازن توی آتش. نگاه کنید. خب دوستان و عزیزان، خدمت شما عرض بکنم اون قربانی کردن، پس میبینید هنوز که هنوزه داره انجام میشه، ذره‌ای تغییر نکرده به همون شکل. اما نکته که من میخوام به شما بگم، بذارید اینم بهتون نشون بدم، حیفه. خدمت شما عرض بکنم اگه بتونیم پیداش بکنیم. بله، این بخشی از سریال همین مستند ظهوره. خب با توجه به زیرنویس شده من اینو انتخاب کردم که راحته. نگاه بکنید. نکته جالب، چه چیزی این سیستم رو به هم محکم نگه داشته؟ چرا طبقه ممتاز کاملا مطیعانه از این طرح‌ها پیروی میکنن؟ چون این بخشی از مذهب آنهاست. چون اگرچه ممکن است آنها از دید عموم مسلمان، مسیحی یا یهودی به نظر آیند، اما در خفا و پنهانی همگی شیطان پرست هستند و این طرح‌ها آنها را به مقام‌های بالای سیستم برده است. یا فکر می‌کنید فردی چون جورج بوش تمام راه برای رسیدن به ریاست جمهوری را با تکیه بر هوش و شجاعت خودش پیموده است؟ می‌فهمید با آیکیو خودش رئیس جمهور شده؟ نه عزیز من، آلیستر کرولی میگه که کسانی را که جن ببلن را در رحم آنها شراکت دادم اساتید معبد خواهند شد. از اون طرف می‌بینید جورج بوش چی میگه که افتخار میکنم که فرزند نامشروع آلیستر کرولی هستم. میدونید آلیستر کرولی پدر بزرگ مادر جورج بوش بوده. متوجه هستین؟ میگه افتخار میکنم که آن نطفه حرام ادامه پیدا کرده. میگه فکر میکنید کسی که تو این پله‌ها رو بهتون نشون دادم، اونه که عضو سیستم خاصی بودن، سه تا میرفتن بالا. این رهبران از یه برنامه شیطانی پیروی میکنه و برای فرمانروایی دجال آنتیکریست اصرار دارن. اگر شما تحقیقات انجام داده باشید بایستی از انجام مناسک شیطانی توسط این رهبران در مکان‌های مانند بوهمیان گروو، کسی که میخوان سرچ کنن هم کلمه رو بنویسن، مطلب در موردش زیاده، بوهمیان گروو، اطلاع داشته باشن. حالا تا موقعی که دوستان می‌نویسن ماجرا بگم. آقا چندی گذشت جناب آقای دیوید گرگن، مشاور ارشد 4 تا رئیس جمهور آمریکا، رو لخت مادرزاد تو منطقه بوهمیان گروو یه شکارچی عکسشو گرفت. بعد اینو برد داد به واشنگتن تایمز، گفت اینو بگی میفروشن دیگه، تو کشور خارجی همین جوریه، کاری ندارن. خیلی جالب بدونید بعضی درآمدشون این یارو که بازنشست میشن، پیرمردا طرد میشن دیگه، خانواده معنا نداره، بچه‌شون که سراغشون نمیان. خیلی وقتی اینا میمیرن تو خونه‌هاشون هم بو میگیرن، یه هفته اونجان میان دوربین میذارن خونه مردمو دید میزنن، پیرمردا پیرزنن. معمولا تو این فیلماشون دیدید تا یه قتل هم میبینن زنگ میزنن به پلیس، کارشون همینجوری پاییدن مردمه. خدمت شما عرض بکنم شکارچی میبینه یه عکسی میبینه یارو چه لخته، عکس ازش میگیره، بعد میگه چقدر شبیه دیوید گرگنه، میبره میده به واشنگتن. بعد به روزنامه عکسشو چاپ میکنه، ببخشید عذر خبرشو میزنه. این دیوید گرگن مخالفت میکنه، میگه چرا این کار کردی، دروغه. میگن اگر میگی دروغه ما اصل عکسو بزنیم. خب اون کوتاه میاد دیگه، حرف نمیزنه. چندی پیش این ماجرا مال 2 سالم نمیشه، گفتن زن جورج بوش رو در همین حالت دیدن که یک فردی در منطقه بوهمیان گروو باز دوباره در حالت برهنه اینو دیده. خدمت شما عرض بکنم این باعث میشه که همین الکس جونز آقای دیوید گرگن رو تو خیابون میبینه، ازش صحبت‌هایی گرفته، میخوام با هم دقیق بشیم صحبت‌ها رو گوش کنیم. صحبت‌های ازش گرفته، زنده پخش ضبط شده، دیگه نمیتونسته، طرف خبر نداشته میخواد بیا سراغش. ببین چه حرفایی بینشون رد. خیلی اتفاقی با دیوید گرگن مشاور ارشد 4 رئیس جمهور برخورد کردیم. فقط یه سوال دیگر، من مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن تایمز خواندم چندین سال پیش که شما توضیح داده بودی در مورد سازمانی و الان در روزنامه وال استریت هم هست، در خیلی روزنامه مختلف موجود است و آن گروه بوهمیان گروو است. ببینید تا اسمش میبریم چه جوری میشه قیافش. بعد شما با آنها مخالفت کردی و گفتی من اطراف جنگل برهنه راه نمیرفتم. این همان مقاله واشنگتن تایمز است که او گفت در اطراف جنگل مثل بقیه برهنه راه نمیرفته. کلمه نیکد رو شما میبینید، به منمن میفته. مشاور ارشد 4 تا رئیس جمهور، رئیس جمهورهای آمریکا معمولا مثل کشور خودمون 8 سالن، یعنی معمولا این باب دیگه، یک رئیس جمهوری که هستش 8 سالشو رئیس جمهوری میکنه. 4 تا رئیس جمهور، 4 8 تا
32 سال رئیس جمهور دموکرات شده جمهوری خواه، این ثابت مونده. بعد ببینید این بازی‌ها اینا نه، در مورد اسرائیل هیچ نظر اینا هیچ وقت فرق نمیکنه. خدمت شما عرض بکنم که من میفتیم که من نمیدانم در مورد کدام گفته صحبت میکنید. در مورد چنین گفته اصلا اطلاعی ندارم. گوش کنید، من یه عضو راضی از بوهمیان گروه هستم. من کسایی که اونجا میان دوست دارم. ببین ترسیده بنده خدا، من دوستشون دارم، اینا بد نیستن. یارو ازش پرسیده تو برای چی اونجا لختی پتی را میرفتی؟ میگه من اونا رو دوست دارم فلان. اگه یکی همچین بیاد به حرفو بشه میگه بار با چرت و پرت نگو دیوانه. اصلا جوابشو نمیدی. خب واقعا خوشم نمیاد در مورد این گروه بیشتر صحبت کنم. شما هیچ وقت در جشن مرده سوزانی نگرانی شرکت داشتید؟ روکو پوسکنده، فکر نمی کنم نیاز باشد در این مورد با شما صحبت کنم. واقعا درسته. من الکس جونزم، سال 2000 مخفیانه به داخل گروهشون رفتم. من کسی هستم که همه جا رسواشون کردم. از اونها فیلم گرفتم، به تلویزیون بردم برای تماشا. من بعد چی بهش گفت من به خاطر این کار احترام برای شما قائل نیستم. رد نکرد ماجرا رو. گفت تو کار بدی کردی. واقعا بله. مقامات بزرگ رسمی زیادی به اونجا میروند و هیچ کس هم حق نداره چیزی بدونه. میگه جریان چی، این کله گنده اونجا چیکار میکنه؟ الکس جونز میگه 52 تا فقط نماینده کنگره دیدم اونجا. 4 تا رئیس جمهور اونجا دیدم. 4-5 تا رئیس جمهور. یعنی چه رئیس جمهوری که قبلا بودن و دورشون گذاشتن. من در مورد شما چیزی نمیدونم. میگه من نمیدونم تو کی که اینا رو جواب تو بدم. جالبه ببینید، پس رد نمیکنه، صحتش رو تایید میکنه. میگه من به تو جواب نمیدم، من نمیدونم تو کی هستی. من در مورد فیلم شما هم چیزی نمیدونم و اگر با توافق دو طرفه با آنجا میروید، شما با انتشار آن فیلم آن توافق دو طرفه را نقض کردید. کاملا. پس گفت اگه رفتی با توافق دو طرفه اون تو، نامردی کردی، نباید این کارو میکردی. چرا فیلمو بردی بیرون؟ من به خاطر آن کار احترام برای شما قائل نیستم. واقعا من متاسفم که شما توافق دو طرفه ای را پذیرفته اید که وقتی داخل هستی نبایستی از آنجا چنین فیلمی میگرفتی. کامل دیگه اینجا تایید میکنه. غافل از اینه که بنده خود دو در بازی رفته اون تو. تازه دوزاریش افتاد. میگه شما موقع رفتن با اونجا توافق دو طرفه داشتید؟ میگه نه چجوری؟ آره. اینا میگه نه. بعد از اون دیگه جوابشو نمیده. ناخوانده وارد شدید؟ بله. در مورد مناسک، شیعه مناسک واقعیت دارن؟ تا کنون در مناسک شرکت داشتی؟ به شما هیچ ربطی نداره. به رفتار عجیب و موقع مطرح شدن نام گروه نگاه کنید. چرا اونقدر مرموز عمل میکنن؟ خیلی مرموز بودی. چرا انقدر عصبانی شد وقتی فهمید که ما مخفیانه وارد آنجا شدیم؟ میبینید اونا مسئله رو خیلی جدی گرفتن. این یکی از مشخصات نشان دهنده انجمن‌های مخفی و محرمانه است. رازداری محضی که اینا میان انجام میدن. پس بله، نه اینا میرن قایم میشن. فیلمشو بگیرید، زمینو میکنن، خیلی حرفه‌ای میرن زیر زمین قایم میشن. شب که میشه میاد بیرون، اصلا باور نمیکنه اون چیزی رو که میبینه. بعد اولین چیزی هم که وقتی آورد گذاشته تو اینترنت، میگه اگه منو کشتن کار ایناست. زرنگه. الانم میگم دیگه، فقط محصور مسخرهش میکنن، کارتون علیش میسازن. و جالب بدونید اصلا تو گوش امریکایی‌ها همچین چیزی برو نیست. اینقدر براشون جذابیت های دیگه رسانه به وجود آورده، اصلا به اینجور چیزا کاری ندارن. اصلا فکر نمی‌کنه. شما باور نمی‌کنید سیاسی ترین مردم کره زمین ایرانیان. جدی میگم. آمریکایی ازشون بپرسی عراقی که دارید باش میجنگید تو کدوم قاره است، 30% نمیدونستن کجاست. فکر می‌کنن تو قاره آفریقاست. خیلی‌هاشون فکر می‌کنن ایران و عراق یک کشوره. چون ایران عراق فکر می‌کنن یک کشوره. اصلا نمیدونن. من با یکی اینا صحبت می‌کردم، میگفتم که آقا شما نظر در مورد جنگ بین ایران و عراق، ایران و آمریکا چیه؟ میگه ما که الان داریم با شما می‌جنگیم. گفتم خب بله، اما جنگ فیزیکی رو دارم میگم. خب الان داریم می‌جنگیم دیگه. شما باید چیکارتون کنن که دیگه فیزیکی بشه؟ بعد گفتم نه، یعنی کشتن، تفنگ، موشک. خب داریم میزنیم دیگه. من کجا میزنی عزیزم؟ دیگه یورو عراق داره میگه. پرت فلان. اصلا کار. رحیم‌پور از قدیم میگه من رفتم آمریکا برای اجلاسی. خدمت شما عرض بکنم، میگه رفتیم دیدیم یه بنده خدایی رفتیم دستشویی بین دو تا به قول آنتراکتی که دادن، دیدیم یه نفر رفته که از این توالت فرنگیار درشو بسته، رفته روش وایساده، دستشویی رو باز کرده، داره سخنرانی میکنه بر مردم تو مسترا. برگشتم بهش گفتم حرفای خیلی قشنگی هم میزد، حرفای خوبی میزد.
همش گفتم بابا تو اینجا حیفی بیام باید وقت بدیم فلان. میگفت نه به من نمیذارن، من اینجا نمیذارن سخنرانی کنن. مردم امریکا یا سر کارن یا دنبال عشق و حال خودشونن. تنها جایی که قدرت فکر کردن دارن اینجاست. من باید بیام تو دستشویی بگم. شما نمیدونید به خدا این سیاسی بودن مردم ایران اصلاً بد نیست. این یک افتخاره. مردم فهمیده این. به خدا میری توی آرایشگاه میشینی، طرف داره موهاتو کوتاه میکنه، اخبار یه چیزی میگه، میبینی شروع میکنه نظر دادن. بعضی از این نظرات خب بندگان خدا اطلاع ندارن، خاله زنکیه. خب اما بعضی میبینی واقعا نه، تو تاکسی صحبت میشه، حرف دارن برای گفتن. و این رو بدونید یکی از اتفاقاتی که بعد از جریان اغتشاشات تو کشور ما پیگیری شد این بود که مردم ایران سیاست زده بشن، بگن ای بابا ولمون کن، تو رو خدا به من کی گفت چی گفت کجا را، به ما چه، به زندگیمونو بکنیم، الکی بریم اینجوری. این اصلا خوب نیست، فکر نکنید ها. این اصلا و ابدا خوب نیست. مردمی که قدرت فکر تفکر دارن هیچگاه گمراه نمیشن. من به این اعتقاد دارم. عقل چیز خوبی است. این بزرگترین نعمت الهی است که خدا به بشریت داده. فردا در مورد عبرت‌های بنی اسرائیل صحبت خواهیم کرد، جلسه دوم، و جلسه بعدی در مورد خدمت شما عرض بکنم بیداری اسلامی. آقا به خدای بزرگ سپردمتون.